درود و سلام به یکایک شما تماشابینان عزیز و گرامی ما. برنامه امروزه را با کمال میل به نام خداوند کریم منان آغاز میکنیم و درود و سلام به پیشوای امت معلم بشریت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم میفرستیم. تماشابینان عزیز، با افتتاح برنامه امروزه با امید اینکه در خاندان یکایک شما تنج و امانی و آسایشتگی هست و با طلب از پروردگار منان به یکایک شما صحت و سلامتی و بردمی گفتنی هستم که در برنامه امروزه خیلی صحبت‌های گرم خواهد شد و دوستان خود خبر دهید و کسانی که خبر ندارند، کسانی که حالا در برنامه حضور دارید به دوستانتان خبر دهید که برنامه گرم خواهد شد، صحبت‌های گرم خواهد بود و امید دارم در برنامه امروزه که ما چندین مهمان ها دعوت کردگی هستیم، توفیل آنها ما صحبت های خیلی مفید خواهیم داشت. از جمله تماشابینان عزیز گرامی، ما در برنامه امروزه ما رهبر پیمان ملی تاجیکستان استاد محی‌الدین کبیری را دعوت کردگی هستیم و چندی از مهمانان دیگر که صحبت با آنها برایتان سورپریز خواهد بود. تماشابینان عزیز گرامی، این میدان شما است و هر کسی میخواهد صحبت کند رقم واتساپ را بعدتر در اینجا میگذارم. میتواند توسط واتساپ زنگ بزند و هر کی میخواهد وارد استودیو شده گپ زند، مرحمت در پایان نوار در اپیسانی سلکه یعنی پیوند وارد شدن به استودیو گذاشته شده است. شما می توانید توسط آن وارد استودیو شده سخنرانی کنید، ابراز نظر کنید. هرچند نظر شما موافق با نظر ما نیست، هرچند در نظر یعنی هم فکر نیستیم. تماشابینان عزیز، در اینجا ما برای شما موضوع مخصوص مطرح نمی کنیم. هر موضوعی که شما مطرح میکنید ما گوش میکنیم. اگر خواستید سوال بدهید، به سوال شما توانستیم جواب میگوییم، نتونستیم به برنامه آینده واگذار بکنیم سوالی جواب نگرفته شما را تا اینکه ما جواب پیدا کنیم و به شما جواب بگوییم، یا اینکه نفری را بیابیم که بعد سوال شما جواب بگوید. انا برای همین هم دوستان عزیز، برای آن ما این برنامه را برنامه مردمی گفتگو ماندیم که در اینجا شما گفتگو میکنید. این برنامه مردمی است و هر نفر حق برابر دارد تا در این برنامه وارد شده سخن کند. فقط تنها شما نوبت میگیرید به استودیو، یعنی در نشستگاه استودیو برای نوبت پاییدن تنها 10 کرسی موجود است. تنها 10 جای وجود دارد که در آنجا شما میتوانید وارد شده نوبت پایید، به دیگران جای نمیماند. برای همین کوشش کنید که هرچه زودتر نوبت بگیرید کسانی که میخواهید سخن کنید. و دیگر خواهش من پیش از سرشوی برنامه، سر کردن برنامه، دیگر خواهش من این است که دوستان عزیز شما کوشش کنید این برنامه و دیگران بفرستید، تگمه لایک را پخش کنید و همچنین آبونه شدن را فراموش نکنید. ما میبینیم که اکثریت تماشابینان ما آبونه به کانال یوتیوبی پیام تیوی نیستند و کوشش کنید که ما را دستگیری کنید. یگانه دستگیری شما برای ما همین است که تماشابینان عزیز شما برنامه های ما را یعنی به اشتراک میگذارید. حالا تماشابینان عزیز، مهمان اولین ما، مهمان گرامی ما استاد محی‌الدین کبیری، رهبر پیمان ملی تاجیکستان وارد شدن. استاد خوش آمدید به برنامه. سلامت باشید. استاد تشکر زیاد که دعوت ما رو پذیرفتید و سبب اساسی دعوت کردن ما شما رو به برنامه این است که شما طول یک چند روز بود که
مهمان سیزده ششم یعنی وکیلان برون مرزی روسیه در وارشاوا بودید و ما میخواستیم چند سوال به شما داشته باشیم و شما کار ما رو آسان کردید و امروز یک صحبت شما در کانال رسمی خودتان نشر شد و آنجا دیدیم که نه همه گپ ها گفته شده است، چون که ما صحبت پوره شما و سوال جواب های شما را در کانال خودی مبتکران این 13 ششمی وکیلان برون مرزی روسیه علاقه تماشا کرده بودیم. برای همین هم ما میخواهیم که امروز به چند از سوالهای ما شما جواب بدید و اولین سوال ما هم این است که ما وقت شما رو نمیگیریم چون میدونیم شما در سفر هستید. کیستن اینها، این وکیلان برون مرزی روسیه که در علاقه در وارشاوا 13 ششم خود را یعنی انجمن ششم خود را گذراندن، اینها کیستن؟ خب به نام خداوند بخشنده و مهربان. امیدوارم که صدای من هست شوکت جان. صداتون هست؟ خوب است صداتون. پس چون من تلاش دارم که پستر صحبت کنم، همونطوری که شما گفته در راه هستم، در سفر هستم و هر وقت میتواند یا اینترنت قطع شود یا اینکه آدمانی که در اطراف هستند اونها بگن که این صحبت رو قطع کنیم، چون در اوج بازی فوتبال لهستان و فرانسه هستیم. در لهستان همه بازی فوتبال تماشا دارن و اون اکرانی که در فرودگاه مردم فوتبال تماشا میکنن از من دور نیست. بله. من به خاطر احترام شما و بینندگان از اونها خواهش کردم که یک کمتر صدای تلویزیون رو پستر کنن تا اینکه ما و شما صحبت کرده بتوانیم و در خدمت هموطنان باشیم. اما هر لحظه میتونه طاقت اونها، صبر اونها تمام شد و برعکس از من خواهش کنن. بله، از من خواهش کنن که من قطع کنم. خب ببینید، همونطور که شما گفته شوکت جان، من در صحبت امروزه خودم با بینندگان خود شرح دادم یک کمی. این 13 وکیلان مردمی روسیه یک نهادی اپوزیسیونی روسیه است که از وکیلان دوم دولتی، از وکیلان ولایتی منطقه روسیه و شهر و ناحیه‌های روسیه عبارتند که در این یا آن دور و زمان در گذشته یا حتی در همین گذشته نه چندان دور در یکی از زینه‌های انتخابی یا دوم دولتی یا اینکه پایینتر انتخاب شده بودند و اینها در خارج کشور هستند، در خارج روسیه هستند و یک موقعی اپوزیسیونی نسبت سیاست‌های امروزه حکومت روسیه دارند. به خصوص اونها از این جنگی که روسیه علیه اوکراین آغاز کرد راضی نیستند، جانبدار نیستند و اینا علاقه حدود 3 سال می شود که سال 2 مراتبه سیاسی‌های پارلمانی خود را برگزار میکنند و در این نهاد تمام وکیلانی که از روسیه بیرون شدن اینها را جمع آوردن و من فکر میکنم یک نهادی مردم اساس است و البته نباید گفت که این گروه تمام اپوزیسیون روسیه رو در خود جمع آورده است. نه، ما میدونیم که اپوزیسیون روسیه عبارت از چندین گروه ها هست، مثل هر یک اپوزیسیون دیگر، مثل اپوزیسیون تاجیکستان، اپوزیسیون بلاروس، قزاقستان یا ایران، افغانستان، ترکیه، هر کشور دیگر هم. ولی این یکی از بخش‌های خیلی موثر اپوزیسیون روسیه هست در مقایسه با دیگر گروه ها مثل گروه خودرکوفسکی، کاسپاروف یا ناوالنی یا دیگرها. اینا یک کمی عملگرا هستند و از حالا شروع کردن. برای مثال در این 13 ششم، 13 اخیر که ما مهمان بودیم، اینا علاقه چند لایحه قانون و قرارها را قبول کرده ایستادن، از اون جمله با دادگاه ملی و دادگاه بین المللی کشیدن رهبران کنونی روسیه. من فکر میکنم که البته برای ما تاجیکان این تجربه شاید که قابل تکرار نباشد. ما در خارج کشور زیاد سابق وکیل ها یا وکیلان مجلس های ولایتی ناحیوی را زیاد نداره مثل روسا که شمارهشون به صدها برسد، ولی در هر صورت میتوان از این تجربه استفاده برد که اپوزیسیون تاجیک هم
نیازهای مردمی خود را در خارج تأسیس بدهد و قبل از آن که به وطن برگردد باید که زمینه حقوقی این بازگشت و فعالیت‌های این بعد را در خارج علاقه مهیا کرده باشد. از این لحاظ من فکر میکنم که این تجربه‌ای که از فعالیت نه تنها این گروه اپوزیسیونی روسیه، از تمام گروه اپوزیسیونی دیگر وقتی که ما می‌آموزیم حتما از داخل آن چند نکته مهم برای آموختن، برای تجربه گرفتن پیدا می‌شود. تشکر زیاد استاد. اما بودن با اپوزیسیون روسیه در این شب روزها این به خاطر سیاست اروپا و ما در اروپا بودن است یا اینکه این تصمیم خودی مستقل پیمان ملی تاجیکستان است؟ ببینید اصلا در این اروپا کسی کار ندارد که شما در با اپوزیسیون روسیه هستید یا نیستید. در همین نشست حتی یک نماینده یک کشور اروپایی هم نبود و بعضی‌ها در کشورهای ما که ما عادت کرده ایم که همه تصمیم‌های سیاسی حتما با سفارش کسی یا طبق میل و خواهش کدام طرف خارجی گرفته می شود و بعضی‌ها فکر میکنند که حتما مادامی که ما در اروپا هستیم و اکثریت کشورهای اروپایی از اوکراین پشتیبانی میکنن، مخالف سیاست‌های پوتین هستند، ما فقط به خاطر راضی کناندن اروپایی‌ها در این چهاربینا شرکت میکنیم که اصلا این صحت ندارد و باز تکرار میکنیم که هیچ کس در اینجا در این فکر نیست و پروا هم ندارد که ما شرکت میکنیم. یعنی حتی بعضی کشورهای میزبان شاید چندان راضی هم نباشند، اما این تصمیم ما برآمده از سیاست‌های خودی پیمان ملی تاجیکستان است. ما خودمون به این خلاصه آمدیم که بعد از آن که روسیه سیاست‌های بسیار آشکار و واضح در نسبت تاجیکستان، ملت تاجیک گرفت، بخصوص حکومت امروزه روسیه و قریب همه حزب و حرکت‌های اپوزیسیونی تاجیکستان را غیر قانونی و تروریستی و اکستریمیستی اعلام کرد، دیگر برای ما هیچ گزینه دیگری باقی نمونده بود مگر اینکه به این اقدام‌های حکومت روسیه یک جواب مناسب داده شود. جواب مناسب این است که دیگر ما باید به طور آشکار و واضح، همون طوری که اونها خیلی هم آشکار و واضح از حکومت ظالم و خودکامه تاجیکستان پشتیبانی میکنند و حزب و حرکت‌های مخالفین را غیر قانونی و تروریستی اعلام کردند، مناسبتی که با مهاجرین تاجیک کرده ایستادند، ده‌ها رهبران دیاسپورای تاجیکی را زندانی کردند، به حکومت تاجیکستان سپردند. در چنین حالت این دیگر مسئولیتی هم اخلاقی هم سیاسی ما بود که ما هم با یک موقع‌گیری آشکار در چاره‌بینی‌های مخالفین روسیه شرکت کنیم. اما این نکته را هم بگیم که سیاست این منفعت‌ها هست. ما سیاست‌های خود را در اساس منفعت‌های دولتی و ملی خودمان طراحی می‌کنیم و هر وقتی که رهبریت روسیه موقعش رو تغییر کرد 100% شکی نیست که موقع ما هم تغییر میکنه طبق منفعت‌های ملت و دولت خودمون، چون ما در سیاست اصلا این رفتاری مثل شخصی یا داخلی خانوادگی نیست. این رفتاری معذرت میخوام عاشق معشوق نیست که یک طرف هر چی کاری که کردن بگیرد، طرف عاشق یا معشوق باید که دیگر چشم بپوشد و تلاش کند که دلجویی کند از طرفی که نادیده میگیرد. لیکن استاد نگاه کنید، روسیه است و بسیار تأثیری کلان در سیاست‌های تاجیکستان دارد و حتی کی رهبر است، کی رهبر باید باشد، کی رهبر نباید باشد، چگونه سیاست رو داشته باشد تاجیکستان، بسیارها بر این نظرند که روسیه معین میکند. فرض کردیم حالا من از شما برای همین پرسنی هستم که البته بودن با اپوزیسیون روسیه رو پیامدهایش رو میدونید، چون که ندونسته به یک جا وارد نمیشود کس. به نظر شما حالا شما میگفتید که همین بودن با اپوزیسیون روسیه برای پیمان ملی تاجیکستان چی پیامدهای مثبت دارد و چی پیامدهای منفی دارد؟ 100% شما درست تاکید کردید که قبل از وارد شدن به این مرحله ما تمام پهلوهای مثبت و منفی این موضوع را بررسی کردیم و به چنین خلاصه آمدیم. ببینید هیچ کس نگفته است که روسیه در سیاست داخلی تاجیکستان تاثیر ندارد. اصلا من به این باور نیستم که
همه چیز رو در تاجیکستان روسیه حل و فصل میکند. این یک تفکری باز هم همون غلام زدگی هست، خوی غلامانه هست که ما فکر میکنیم که تمام امور داخلی ما در تاجیکستان یا در مسکو حل میشود یا در پکین یا در یگان پایتخت دیگر. نه، اینها تاثیر دارن، در این شکل نیست، اما باید که ما ملت تاجیک بالاخره تقدیر خود رو به دست بگیریم. خب من سوال رو به شکل دیگر میگذارم. خب اگر ما با همراهی اپوزیسیون روسیه نباشیم یا همراه اوکراین نباشیم، ما همیشه فکر و ملاحظه رهبریت امروزه روسیه رو به نوبت بگیریم، چی به دست میاریم و چی رو از دست میدیم؟ حکومت امروزه روسیه در همه صورت، در همه حالت از حکومت‌های دیکتاتوری منطقه پشتیبانی خواهد کرد. به هیچ وجه، به هیچ صورت. اصلا این افسانه را ما باید از ذهنمون دور کنیم که پوتین کدام از اپوزیسیون ملی دموکراتی یا اسلامی رو در آسیای مرکزی پشتیبانی خواهد کرد. با همون گفتی قول خودشون آن سوکینسی نان نش سوکینسی، یعنی مناسبت اونها با رحمان و نفران مثل رحمان همین است که این سوکینسین هم که باشد، ولی این از خودی ما هست و اونها مکانیزمی تاثیر رساندن با رحمان و اینها رو خوب آموختن. بنابر همین گاه از رحمان ناراحت میشوند، گاه خفه میشوند، گاه بینشان یگان مناسبات تیره میشود، اما به هیچ وجه اونها از پشتیبانی آنها دست نمیکشند، همونطوری که امام رحمان از پشتیبانی رهبریت روسیه دست نخواهد کشید. بنابر همین سوال این است که ما چی رو از دست میدیم؟ اون چیزی که ما در برابر روسیه امروز از دست میدادیم الکی از دست دادیم. زندانی شدیم، بهترین فرزندان تاجیک را از روسیه دیپورت کردن، زندانی کردن، حزب ها را ممنوع کردن، فشار بالای مهاجرین تاجیک آماده ایستاده است و خب دیگر یگانه مونده است اون کاری که دیگر قتل کنن، ترور کنن در خارج، که اگر امکانیت به دستشون بیفتد حتما این کارو خواهند کرد. چی ما با اپوزیسیون روسیه همراه میشویم چی نمیشویم. اما در بودن با اپوزیسیون روسیه حداقل ما یک رفتاری اخلاق محور میکنیم، یک رفتاری جوانمردی میکنیم که یکون که اوکراین یک کشوری هست که با او تجاوز شد. دوم اپوزیسیون روسیه هم مثل ما در مقابل تیرانی، در مقابل ظلم و در مقابل دیکتاتوری ایستادند. و سوم حتی اگر شانس اپوزیسیون روسیه 5-10% هم باشد، همین 5-10% به مراتب بهتر است از اونی که در انتظار مثلا تغییر کردن رفتار حکومت روسیه که 0% هست، یعنی به 0 برابر است. حداقل این 5-10% از اون 0 بهتر است. بنابر همین بعد تحلیل همه جانبه ما با خلاصه آمدیم که بهترش که در این شب و روزها در پهلوی اپوزیسیون روسیه باشیم و بار دیگر تکرار میکنیم تا آن وقتی که حکومت روسیه خودش موقعش و رفتارش رو تغییر نکند. چون ما اگر به همین شکل 100 سال هم ملت تاجیک منتظر باشد، هیچگاه اونها سیاست‌های خود رو در برابر ملت ما تغییر نخواهند کرد. اگر تغییر میدادن در این 70 سال شوروی یا در همین 30 سال استقلالیت تغییر میدادن که در مجموع 100 سال شد، هیچ تغییر نکرد و تغییر نخواهد کرد، مگر اینکه ما خودمون تغییر کنیم، مگر اینکه ما یک کمی با جسارت و شجاعت بیشتر رفتار کنیم و حتما اون تاثیر خواهد رسید. تشکر زیاد استاد. حالا شاید من نماینده نباشم لیکن سوال رو میدهم. سوال همین است که استاد نسبت پیشتر به نظرتون نمی نماید که بعضی از سخنرانی های شما و صحبت های شما عموما در مصاحبه هایتان با کانال ها و شبکه های تلویزیونی یک کمتر جدیتر شده است و حتی در همین جا هم به نظر رسید که شما در باره بتالیون ملی صحبت کردید. در واقع با دپوتات های روسیه حرف در باره بتالیون های ملی رفت. همین کمتر شرم دید که این چی نمود بتالیون است و آیا پیمان ملی تاجیکستان امکانیت سازمان دادن و اداره کردن چنین واحدی نظامی را در اوکراین دارد؟
اگر شما مشاهده کرده باشید که صحبت‌های اخیری ما کمی جدی‌تر و قاطعانه‌تر شده باشد، پس فکر می‌کنم این به سبب نیست، چون ما از مرحله احتیاطکاری و تلاش تنها با راه‌های مصالحت‌آمیز حل مشکلات در داخل کشور و منطقه را دیگر دیدیم که نتیجه زیاد نمی‌دهد، بلکه یک مرحله دیگر باید وارد شد، مرحله عمل، مرحله یک کمی مسائل را جدی‌تر گذاشتن و باز هم مرحله در مشروع، یعنی در چارچوب قانون‌های بین‌المللی رفتار کردن، اما یک کمی جدی‌تر و با حق دفاع از خود. حق ملت تاجیک دیگر حق دارد که از خودش دفاع کند، از آزادیش دفاع کند با هر راه و وسیله مشروعی که معیارهای بین‌المللی اجازت بدهند. و اگر در صحبت‌های ما این قاطعیت را یک کمی شما بیشتر احساس کرده باشید، من فکر می‌کنم که دیگر این جای بدی ندارد، بلکه خوب است. اما صحبت شما یا سوال شما درباره بتالین‌های ملی که واقعا در این انجمنی که من شرکت کردم در اون رفت، اما مسئله این طور بود که به من سوال داده شد، یعنی از طرف اشتراکچیان این سیزد به من سوال داده شد که در اوکراین بتالین‌های ملی چچن‌ها، داغستانی‌ها، آذربایجانی‌ها و بلاروس‌ها و حتی خود روس‌ها هم وجود دارد و آیا وقتی آن نرسیده است که یک بتالین‌ها یا قسم‌های نظامی تاجیکی در آنجا تشکیل کرده شود؟ جواب من این بود که شاید در اولهای جنگ اوکراین و روسیه این امکانیت بیشتر بود، چون من خبر داشتم که خواهشمندان زیادی از تاجیکانی که نمیخوان در حیات نیروهای مسلح روسیه بجنگند، بلکه میخوان از اوکراین دفاع کنند، بخصوص تاجیکانی که در اوکراین زندگی کردند. اوکراین به آنها آزادی داده بود. اوکراین، حتی کسانی که از روسیه فرار میکردند در اوکراین که واقعا یک کشور نسبتاً آزادتر برای مسلمان ها، برای تاجیکا بود، این شرایط رو داده بود و آنها همچون وطن دیوم خود میخواستن از اوکراین دفاع کنن. حالا هم در حیات نیروهای مسلح اوکراین تاجیکان کم نیستن، اما مثل دیگر ملت ها یگان بتالیون یا یگان واحد نظامی علاهیده ندارن. و وقتی که از ما سوال کرده شد، من گفتم که پیمان ملی تاجیکستان چنین برنامه رو ندارد. شاید امکانیتش رو داشته باشد، اما چنین برنامه رو ندارد و دیگر فکر میکنم که الکی زمان تشکیل یک واحد نظامی علاهیده ملی تاجیکی در اوکراین شاید یک کمی گذشته باشد. اما این معنی ندارد که کسانی که میخواهند این کار رو تشکیل کنند آماده هستند باید این کار رو نکنند. یعنی این دیگه برمیگردد به خود تاجیکانی که شهروند اوکراین هستند یا در اوکراین زندگی کردند. اوکراین با آنها همچون وطن دیوم شد، آزادی داد، امکانیت فعالیت داد، از اون جمله فعالیت سیاسی، دینی، رسانه‌ای، اقتصادی که روسیه و تاجیکستان وطن اصلی ما و خیلی از تاجیکان این شرایط رو نداد و نمیدهد. بنابراین همین اونها دیگر آزاد هستند اگر چنین کار رو تشکیل کنند، اما پیمان ملی تاجیکستان چنین برنامه ندارد، چون اون رو برای برنامه‌های ما در اوکراین، در روسیه، در منطقه لازم نمیداند. ما فعالیت خود را در اینجا بیشتر فعالیت سیاسی، رسانه‌ای و پشتیبانی معنوی کردن می‌خواهیم، اما دیگر ملت تاجیک، جوانان غیور و شجاع تاجیک هر امکانات و توانی که دارن، من فکر می‌کنم که باید در وطن خود برای آزاد کردن وطن و ملت خود سر کنند. تشکر. درباره طالبان هم در اونجا گپ رفت و به شما سوال شد درباره طالبان. یک کم سوال دهنده از نفوذ طالبان نگران بود از آن که طالبان رو به رسمیت میشناسند، یک کم اظهار نگرانی هم داشت، ولی شما گفتید که اون رسیده است که ما واقعیت حال را قبول کنیم و از طالبان به همون طوری که 20 سال پیش می هراسیدیم این گونه طالبان امروزه نیستند و نباید هراسید. این رو شرح میدادید. آیا این هراسی همه این مردم دنیا از طالبان کشورهای عالم بیهوده است؟ حالا این رو من نمیدونم که بهوده است یا بیهوده است. حتما یگان دلیلی هست که مردم نگران هستند و یا میترسند
اما اگر احساس کرده باشید ترس کشورهای منطقه از حکومت طالبان روز به روز دارد کمتر می شود و رفت و آمدها بیشتر شده ایستادند و نگرانی اشتراکچیان این سیز هم در همین بود که رابطه های طالبان با حکومت روسیه با حکومت های منطقه بهتر شده ایستاده است و بعضی نفرها از اون جمله در اپوزیسیون روسیه هم و چنین باورند که هر کی با حکومت آنها همکاری بیشتر کرد پس به طور اتوماتیک باید که دشمن آنها باشد. مادامی که طالبان با حکومت امروزه روسیه رابطه‌های بهتر را به راه موندن یا حکومت روسیه میخواد آنها را اعتراف کند پس باید به طور اتوماتیک طالبان برای اپوزیسیون روسیه غیر قابل قبول باشد یا دشمن اعتراف شوند. حتی همین کلمه دشمن هم در اینجا صدا داد که من چنین طرز مناسبت را قبول ندارم و این رو خیلی ساده لوحانه و سرسری میدونم. نقطه نظری خود رو در این سیز هم گفتم. اتفاقا باید بگم که شناخت من از طالبان، نقطه نظری من درباره طالبان 10-15 سال آخر است که زیاد تغییر نمیکند. یعنی اون من حتی در وقتی که همه علیه طالبان بودم، طالبان در قدرت نبود، من نظر خود رو در مسکو در سخنرانی‌های زیاد گفته بودم که باعث خشم و غضب خیلی ها از اون جمله حکومت جمهوری تاجیکستان شده بود و چرا نقطه نظر خود رو من بیشتر در اساس واقعیت ها بیان میکنم و بینا میکنم، نه بر اساس آنکه کسی طالب رو دوست می‌دارد یا بد می‌بیند. ما میتونیم دلخواه نیروی سیاسی رو قبول نداشته باشیم، بد ببینیم یا دوست بداریم، اما از این واقعیت رو تغییر نمیکند. واقعیت این است که طالب در افغانستان حاکمیت میکند، طالب جزئی از ملت افغان هست، بود و خواهد موند و کسی معقول هست یا نیست و هر کسی میخواد در تاجیکستان، در روسیه، در قزاقستان در آینده نزدیک هم حاکمیت کند مجبور است که این واقعیت رو به حساب بگیرد، به نظر بگیرد و رابطه‌های خوب با حکومت افغانستان داشته باشد. فرق نداره در حکومت افغانستان طالب است یا گروه دیگر. امروز که طالب است پس باید با طالب همکاری کرد، سازش کرد، حداقل تلاش باید کرد که رابطه از این بدتر نشود. یعنی اصل موقع من و صحبت من درباره حکومت طالبان و مناسبت کشورها با حکومت امروزه افغانستان همین بود. البته میتواند به بسیاری این معقول نباشد، اما این را هم بگم که بعد از سخنرانی به نزد من خیلی از کارشناسان دیگر آمدن، غیر از روسا هم بودن، اوکراینیا هم بودن و کارشناسان اروپایی، امریکایی هم بودن که آنها گفتن واقعا این نقطه نظر هم منطقی است هم واقع بینانه هست، اما کم کس جرأت میکند این را حتی در اروپا بگوید، برای آنکه نگاه اکثریت مردم در اروپا در غرب ضد طالبانی هست و مردم کوشش میکنن که همون حرفی رو بگن که با گوش اشتراکچیان معقول است. اما من عادت کردم همیشه نقطه نظری خود را در همه جا بگم، در مسکو هم، در دوشنبه هم، در اروپا هم و نه تنها در موضوع طالبان، در هر موضوعی که من فکر میکنم نظری خود را دارم و نظری من از دیگران هم فرق کند و حتی اگر قابل قبول برای گوش دیگران هم نباشد من رو خواهم گفت. بسیار خوب. در نوری که در کانال خودتان نشر شد در آنجا شما گفتید که سیاستی که حالا بالای رحمان تحمیل شده است بالای ما تحمیل نخواهد شد. یعنی این سیاستی که رحمان را دست پیشی بر نسبتی در سیاست خارجیش کرده است، یعنی گرفتار همگان کرده است، این به ما این گونه سیاست به ما نخواهد شد. این با گفتن آسان است برای یک تاجیکستان کوچک، اما این چگونه خواهد شد؟ ببین در دنیا کم نیستن دولت‌هایی که از تاجیکستان هم کوچکترن ولی موقعی استوار و ثابت دارن و امام علی رحمان نمیتواند از سیاست‌های کشیده کرمل بیرون برد، برای آنکه تعیین شده کرمل است و هر وقتی که امام علی رحمان بخواهد تاجیکستان رو یک قدم به سمت سیاست خارجی مستقلانه ببرد پیش روی او رو خواهند گرفت و بالای اون منت بار خواهند کرد و میگن که از این خط کشیده ما بیرون نبره، برای اینکه ما تو را سر قدرت آوردیم، ما حمایت کردیم، حمایت کرده ایستادیم و حق نداریم از سیاستی مستقلانه خود استفاده بریم. برای مثال هر وقتی که کرمل احساس کند که رحمان با این یا کشور رابطه‌های بهتر راه اندازی کرده ایستاده است، مثلا با چین، با ایران، با
ترکیه با کشورهای غربی بلافاصله میبینید که یک فشار بالای مهاجران میاد، بالای خود رحمان میاد یا سر و صداها میشود که یا با این اپوزیسیونر، با اون گنرال، با این وزیر حکومت روسیه گفتگو و صحبت رو آغاز کرده است. اما اگر یک حکومت مستقل بیاید دیگر روسیه نمیتواند این حرفا رو بزند، برای آنکه اون حکومت بعدی به هیچ وجه وابستگی از کرمل ندارد و توسط او کرمل با کمک کرمل به سر قدرت نآمده است و تنها تکیه میکند به ملت، به مردم خود، به انتخابات، به رأی مردم. و بنابر همین است که ما با این مسئولیت و خیلی هم آرام و با اطمینان میگیم که سیاست‌های خارجی و داخلی تاجیکستان در حکومت بعدی بعد از آنکه این حکومت سقوط خواهد کرد انشاءالله یک سیاست‌های کاملا مستقلانه خواهد بود و هیچ گاه تحت فشار کدام یک پایتخت بزرگ، کدام یک برادری بزرگ مثل مسکو و پکین و من در اون صحبت هم گفتم که انقره و تهران و بروسل و واشنگتن نخواهد شد. البته این نکته را هم باید بگیم که رابطه‌های خارجی این نیست که شما منفعت‌های دیگران رو اصلا به نظر نگیرید یا در سیاست‌های خارجی خودتون منافع دیگران رو ضربه بزنید، زیر خطر برید. این علاقه خودش دیده و دانسته به چالش کشیدن دیگران هست که نباید حکومت آینده تاجیکستان به این راه بیاید، بلکه در یک توازن بسیار هم منطقی با نظرداشت منفعت‌های ملی و دولتی و با نظرداشت آن که دیگر کشورها هم باید که منافعشان زیر خطر نرود و بتوانیم یک سیاست درست خارجی رو در تاجیکستان آینده راه اندازی کنیم که دیگر هیچ وابستگی از این یا پایتخت نداشته باشیم. تشکر. حالا سوال این است که استاد پیمان ملی تاجیکستان بجز مخالفان روسیه باز به مخالفان کشورهای آسیای مرکزی هم تا اینجا که خبر دارم مناسبت به راه مانده است. ببینید آیا این مناسبت هایی که با مخالفان سیاسی روسیه با مخالفان سیاسی کشورهای همسایه پیمان ملی تاجیکستان به راه مانده است، آیا حکومت های کشورهای همسایه را نمی‌هراساند از پیمان ملی تاجیکستان و آنها را در اطراف خود امام علی رحمان برای به قدرت نرسیدن پیمان ملی تاجیکستان یا من مخالفین آیا متحد نمی‌کند؟ ببینید ما مسئولیت نداریم که دیگران را از خود بهراسانیم یا اینکه 100% طبق خواهش دیگران عمل کنیم. ما از واقعیت ها را دیده رفتار میکنیم و خود حکومت های منطقه میدانند که رابطه های ما با حزب و حرکت های اپوزیسیونی آسیای مرکزی و روسیه این علیه کدام کشور یا ملت روانه شده نیست، میتواند علیه حکومت ها باشد. برای مثال فعالیت ما علیه حکومت عمل کننده تاجیکستان است، اما به هیچ وجه علیه وطن و دولت و ملت خودمون نیست. همونطوری که وقتی ما برای مثال با اپوزیسیون ترکمنستان رابطه خوب داریم، با اپوزیسیون بعضی کشورهای دیگری منطقه، این به معنی اون است که این رابطه های ما، این عمل های ما علیه ملت ترکمن، ملت ازبک، قزاق، قرقیز یا روس روانه شده باشد، بلکه این روانه شده است علیه هدف معین، یعنی مبارزه علیه دیکتاتور، مبارزه علیه ظلم، فساد، فرق ندارد اون در کدام کشور است. اما در عموم موقع ما چنین است که ما وظیفه‌دار نیستیم که علیه همه دیکتاتورهای دنیا مبارزه بریم. کافی است که ما علیه دیکتاتوری خودمون مبارزه برده باشیم، اما ما مسئولیم، وظیفه داریم که از هیچ دیکتاتوری دیگر پشتیبانی نکنیم. یعنی برای ما کافی است که سیاست‌های فسادکارانه یا که ظالمانه یک دیکتاتور دیگر رو نسبت ملت خودش پشتیبانی نکنیم. اما ما دیگر وظیفه دار نیستیم و این مسئولیت ما نیست که علیه همه دیکتاتورها در دنیا، در آسیای مرکزی جنگ اعلام کنیم. برای ما همون دیکتاتوری خودمون، شرایط خودمون کافی است. اما من این رو باید اینجا بگم که خیلی قبول ندارم، ناراحت میشم از فعالیت بعضی مخالفین، بعضی اپوزیسیون‌ها، بخصوص مثلا بعضی از حزب و حرکت‌های کشوری همسایه و دوستی ما افغانستان
که در وطن خودشان شعار مبارزه علیه ظلم و استبداد را بلند برداشتند، اما میآیند نه اینکه بی‌طرفی را، بلکه در تملق و در خوشامدگویی دیکتاتورهای دیگر، از آن جمله دیکتاتوری تاجیکستان دیگر بین هم مسابقه دارند و خیلی زیاده‌روی میکنند که من این رو مخالف با فرهنگ سیاسی، با اخلاق سیاسی میدونم. ما مثلا با هیچ یک دیکتاتوری منطقه اعلان جنگ نکردیم مگر اینکه اونها علیه ما اعلان جنگ نکرده باشند. برای مثال ما در چاره‌بینی یگان اپوزیسیای ترکمن، قزاق، ازبک شرکت نکردیم تا امروز. ولی چرا در چاره‌بینی اپوزیسیای روسیه شرکت میکنیم؟ برای اینکه آنها ما را تروریستی اعلان کردند، علیه ما جنگ اعلان کردند و ما این عمل جوابی ما هست. اما تا اون روزی که حکومت‌های دیگری منطقه در کشور آسیای مرکزی چنین کار را نکنند، ما هم از همه گونه شرکت‌های خیلی هم آشکار در چاره‌بینی‌های مخالفین کشورهای آسیای مرکزی خودداری خواهیم کرد و در کشورهای نه تنها آسیای مرکزی حتی دیگر کشورها هم، و این وابسته است به رفتار و سیاست‌های حکومت‌های این کشورها. تشکر زیاد استاد. وقتی که از شما پرسیده بودیم به اتمام رسید، فقط اگر فرصت باشد یک توی دیگر سوال دادنی هستم. بله بفرمایید. سوال درباره همین های اخیر در تاجیکستان است. چرا همین شب روزها در تاجیکستان چقدر از نخبگان سیاسی بازداشت شدند و آن هم سببش انگشت اشاره به سوی شما شد، یعنی کماندری آنها و عموما فرمانده آنها گویا شما بودید، آنها را شما به یک تبادلات دولتی آماده می‌کردید و آنها طبق گفته فرمانهای شما کار می‌کردند که بازداشت شدند. به این روشنی می‌انداختید؟ ببینید، در این مسئله باید خیلی واضح روشن صحبت کرد و وظیفه هر یک اپوزیسیا مخالفین، بخصوص مخالفین تاجیکستان که ما در چنین شرایط قرار داریم، وظیفه ما تغییر حاکمیت است. یعنی ما از هیچ کس پنهان نکردیم، پنهان کردنی هم نیستیم که مسئولیت داریم. این رو هدف خود میدونیم که حکومت امروزه در تاجیکستان رو عوض کنیم. این اگر با راه انتخابات و با راه‌های مصالحت آمیز اینها نشد، حتما با راه‌های مشروع دیگر. من در این باره علیه بارها صحبت کردم و با تمام نیروهای داخلی، با شخصیت‌ها، با احزاب، با گروه‌ها، حتی در داخل حاکمیت هم وظیفه اپوزیسیا است که همکاری داشته باشد. اونها هم جزء ملت هستند. اونها هم یعنی حق دارن که در اون وطن زندگی کنند و در این مبارزه هم شریک باشند. مبارزه و از قدرت دور کردن دیکتاتوری مونوپولی فقط پیمان ملی یا کدام حزب و حرکتی در خارج کشور نیست. این وظیفه و مسئولیت نیروهای وطن دوست، ملت دوست داخلی هم هست، از آن جمله کسانی که در حاکمیت کار کردن امروز هم هستند و اونا هم از این ظلم و از این شکنجه در عذاب هستند و اون پرابلمایی که هست، این فسادی که هست، این رفتارهای حکومتی جنایتکار، اون چند نفر به همه تاثیر رسونده است. پس وظیفه ما است که با هم همکاری داشته باشیم، با هم همکاری کنیم. اما به هیچ وجه همین حادثه اخیر که حالا همچون کوشش تبادلات دولتی نام گذاشته شد و سید جعفر عثمانزاده، اکبرشاه اسکندر و همراه خان ظریفی و حتی شنیدم که عبیدالله فنیا بازداشت شده است یا مورد بازپرسی قرار گرفته است و دهان نفر دیگر، هیچ ربطی به پیمان ملی تاجیکستان و نهضت اسلامی تاجیکستان ندارد و ما یعنی دقیقاً درباره همین طرح با کسی هم مشورت نکردیم و هر کسی از خودش بافته است، این بافته خودش است و هر کسی هم اگر از خودش چیزی گفته باشد اون نظر شخصی خودش رو گفته است. اما این به معنی اون نیست که پیمان ملی تاجیکستان در فکر تغییر حاکمیت نیست، با نیروهای داخلی همکاری نخواهد کرد. نه، این همکاری رو ما کردیم، خواهیم کرد، در آینده هم باز قوی‌تر خواهد شد. اما وقتی که ما دست به چنین یک کاری زدیم، اگر زدنی باشیم، اون را حتما با دوش خواهیم گرفت. یعنی ما دو تبادلاتی که در گذشته به نوعی ما ثبت کردن، یکی سپتامبر 2015 و این دیومش چند هفته پیش، باید بگم که هیچ کدام اینها با ما ربط نداشت، بلکه اگر ما
کردنی شدیم این را قبلش اعلان نخواهیم کرد به هیچ وجه، اما بعدش چی موفق شود چی نشود ما رو به دوش خواهیم گرفت. اما باز تکرار میکنم همکاری، کمک کردن، کمک خواستن از همه افراد، شخصیت ها، از همه نیروها و گروه های سیاسی اجتماعی در داخل کشور ما این رو انکار نکردیم، نخواهیم کرد و این مسئولیت ما است. تشکر زیاد استاد عزیز، سلامت باشید. تشکر که با ما وقت جدا کردید در حتی در حالت سفر. امیدوارم که تماشاگران گرامی با سوال‌های مطرح کرده جواب را شنیدند و انشالله که قانع هم شدن. اگر قانع نشده باشند در صحبت‌های بعدی انشالله باز صحبت خواهیم کرد. سلامت باشید استاد. سلامت باشید. ماه سفید. موفق باشید. زنده باشید. دوستان عزیز، برنامه را ادامه میدهیم. انشالله که آهسته آهسته وارد شدن گرید. نفرانی که حالا در استودیو هستند با آنها صحبت را سر می‌دهیم. ویلورا گنیدینوف بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشه استاد. ما میخواستیم که خطی استاد هم صحبت شویم. افسوس که استاد وقت نداشتن. بله. چند سوال داشتیم میخواستیم در استاد سوالتیم. افسوس. خیر بار دیگه خدا خواهد اگر انشالله استاد اگر وارد شوند بعد بار دیگه سوال میتونیم که در استاد تیم باید. معلش اگر صلاح دونید به ما دهید توانیم جواب میتیم. نتونستیم انشالله باز انشالله سلام میدونیم برادر اسلامی. انشالله سلام نمیدونیم. ما خیلی احترام داریم نسبت استاد. امروز تماشا کردیم برنامه استاد خیلی خوشحال شدیم. من خیلی باز میخواستم که همون سوال در خود استاد تیم خیلی شما در سوال میتیم و شما استاد در رسونید. همین نمیشه آکی برادر همین با همراه این بدبخت و روحای دیپلماتی نشیده است. خیلی که استاد خودش میگه من با روحای دیپلماتی خطی بدبخت کلاغاوس نشیده است. همین نمیشه که استاد همین خیلی که پیش بود استاد نوری تشکیل کرده بودن بچه‌های خود تشکیل کردن. همین مود تیاریم. من شخصا بنده تیارم بودم قدشان ای 97 سال با میمونم با هستم تا آخر تا وقتی تا خطره خونی آخر قطعی برادرها هستیم دیگه. قطعی بدبخت همین قرار های دیگه رو نداره دیگه. در تمام چیزای ما دست دسته امروز در سطر فرد در ریش فرد در فرزند 18 سالت مسجد نروا دیگه یا الکوی کوسه صبر ما لبریز شده است دیگه. همین هم شد اگر استاد خودش میشد همین سوال میدیم که استاد نمیشه که همین نمیدونم دیگه. بار دیگه ما مجبوریم همین قرار داریم دیگه. فقط برای دیپلماتی نشیده است. وقتی اولش که آدم دیپلماتی نیست وقتی یک کلخوشه کلخوز اومده و گرفته روسیه مونده ازبکستان مونده یک کلخوشی خیسه این روز 10 میلیون آدم از سرش گران کرده گشته یک بدبخت خدا زده به ایمونی به خدای چیزی گیم خطا نمیکنیم در برای بدبخت. برای همین استاد میشیدن همین سوال میدونم که نمیشه که یک بار دیگه باروهای همون چکل که نخوشون قید کردن در همون صحبتشون دیگه باروهای دیپلماتی نیست با دیگر رو همون برای زوری دیگه تمام دیگر رو نداره. همون چکل خودش قید کرده که بخون گرفتن بخون میتیم همون دیگر روحش هم دیگه استاد در پرسیدن در کور بود که همون دیگر روحش استفاده بودن در کور دیگه علاج نیست. ما دیگه همین مسافری همین مهاجرتی دیگه خسته شدیم دیگه باور کنید همین جان ما راست دیگه. استاد اگر نشیدان همین سوالش ما خودتون میدوده با میفهمیدم یا خودتون چی نظر دارید. من نوشته گرفتم سوالتونه به هر حال اما همین صحبت همین روزه استاد رو از اول یک بار دیگر گوش کنید قریب که به همین سوالاتون جواب گفته شده است. گوش کردم همراه اون سیزی رسول بودگه گوش کردم همراه شما بودگه گوش کردم همین سوالاتون جواب گفته شده است. یک بار دیگه گوش کنید و فکر کنید الکی پای میبرید که نظر استاد در این
برای سوال شما چی است؟ سلامت باشید برادر عزیز. خب سوال هست یگان امون خدا باشه. هر سوال هست استاد. همین برنامه بسیارتر کنه، بسیارتر جوانان همین مفکرشون بسیارتر وای کردن در کار. همین خیلی کو بدبختا در درون همون بچهای ای صدیق مخشویی میکنن. من همین طلب دارم همین برادر مبارز که همین برنامهشون بسیارتر شود که همین جوانای ما همین مخشویشون وای شود که فهمن که دوست کیه دشمن کیه. امروز باور کنید من خودم شخصا همون درون هم بدبختا قریب 22 سال کار کردم. میدونم که همین ای صدیق ای مکتب مخشوی سر میشود. امروز چه خیلی که در یک برنامه دیدم یا برادر قید کرد همین کدام کتابای و خوی میکنی صورت هم بدبخت هسته. او کودک از صنف یک رفته ورق زده در همونجا صورت این بدبخت هسته. قهرمان بالا بدتر یک دوز یا غر یا زیناکار یا ولد زینو صورتش در تمام کتابا هست. و با اون کودکی که از صنف یک رفت در اوجا فقط ای دید و هم صنف 11 هم شید هم افکارش فقط همین تمیمونه ای قهرمان ای یکون یک نمیدونم در کتاب گینی نویسته بدبخته. برای همین برنامه سوال من بود که هم برنامه بسیارتر کنه استاد. همون برادر مبارز همش برنامه بسیارتر شود که جوانای ما فهمن ایروز بیدار شوند، ایروز دوست و دشمن فرق کنن. باقی درمان خدا باشه استاد. خدا نگهدار باشه. سلامت باشید برای اشتراک. با شما هستیم، با شما میمونیم، بودیم، هستیم، با میمونیم انشالله تا آخرت، تا نفس آخرین. سلامت باشید برادر. تشکر زیاد. سلامت باشید برادر محمد رسول بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد. و علیکم السلام و رحمت الله. تنها برادر گوید کفایه برادر عزیز. تمام بخشش. سوال چنین است برادر جان. ای جای سر کنم نمیدونم. سوال همچنین بسیار است که ای کدام سوال سر کنم نمیدونم. خیلی یا چه بگم یا نه допустим ما ای توجیکستان نیستم نه که همچون یا توجیک ای ملت خودم دفاع کردن ده حق دارم یا اینکه نه؟ شما از تاجیکستان نیستید؟ بیرون از تاجیکستان شهروند دیگر کشور هستید؟ بله. بله. به نظر من اصلا پرابلم ها مشکلات ها داخلی می شوند و مشکلات ها می شوند بین المللی. بسیاری از مشکلات های داخلی ما هست که داخلی تاجیکستان بسیار از مشکلات ها هست که حتی ما مخالفین به این روزی نیستیم که شهروندان دیگر کشور حتی تاجیک باشند هم با اون دخالت کنند. حتی تا جایی که مثلا گریم به بعضی از خطاگی ها رهبریت کشور حکومت تاجیکستان راه میتید. این یعنی مشکلات داخلی ما است. ما در داخل خودمون حل میکنیم. ما یگان سودیه یا یگان قاضی از شهروندان بیرون از حکومت های بیرون نمیخواهیم. ما در داخل خودمون حل میکنیم و در داخل همه مشکلات خودمون حل شد یا حل نشد میماند. توانستیم حل میکنیم، نتونستیم صبر میکنیم، چون که ما نمیخواهیم بعضی از مشکلات ها بیرون از تاجیکستان دامن پهن کنند. اما بعضی از مسائل وجود دارد، مسائل ملت، زبان مثلا گریم، اینها هست که همزبانان ما میتوانند به ما کمک کنند. مسئله دین هست، هم دینان ما میتونند به ما کمک کنند. در دین مثلا گریم هیچ وقتی که من با یک شهروند دیگر کشور همدین هستم، وقتی که یک مشکلی دینی به سر او میبیاید من آرام ایستاده نمیتونم، چون که تمام مسلمانان دنیا امروز درباره فلسطین بی‌طرف بوده نمیتوانند. درباره یک مشکلی که به تاجیکستان و دینداران تاجیکستان و مسلمانان تاجیکستان آمد، دهان یگان مسلمان خارج از تاجیکستان رو بسته نمیشود. یا اینکه در تاجیکستان یک مشکلی زبانی به میان آمد، درباره زبان تاجیکی به میان آمد، یگان تاجیکی برون مرزی کشور رو یعنی بی‌طرف داشته نمیتوند، بی‌طرف بوده نمیتوند، یگان تاجیکی برون مرزی. برای همین وقتی که در زبان درباره زبان ملی، زبان تاجیکی یگان مشکلی به میان آمد،
حتی حکومت تاجیکستان و حتی مخالفین گفته نمیتونن که شما تاجیکان برون مرزی آرام بیستید، دمتون بگیرید، این مشکل داخلی ما است، شما خودتون به اینجا آموخته نکنید. انا برای همین هم بعضی مسائل هست که نو بس از خواهش ما، یعنی مسائل آسیب پذیر هست و نو بس از خواهش های ما از بیرون دخالت میکنن. حق دخالت هم دارن، چون که مثلا مسئله دین فقط مسئله مسلمانان تاجیکستان نیست، مسلمانان 1.5 میلیارد اهالی روی زمین است و هر چیزی که درباره دین در تاجیکستان به میآید، مشکلاتی که به میان میآید، 1.5 میلیارد اهالی روی زمین رو نگران میکند و این رو باید حکومت تاجیکستان به نظر بگیرد. و اگر درباره زبان و ملت و این خیلی چیزها به میان میآید، 250-300 میلیون اهالی روی زمین رو نگران میکند و این هم باید حکومت تاجیکستان به اینا باید بگیرد. من فکرم همین است برادر عزیز. تمام فهمیدم. فکر شما بهترین فکر مقصد خونی کرده. سوالی دوگی من جوابش گرفتم، لیکن اینجا باید گپ دیگر است که برادر جان، یعنی اینا گوش کنین. مقصد از تاجیکا را همچون تروریست میشناسن هم خینه. بله. ای توقع تاجیکستان در کسات سنه میکنه کپرایل نه؟ بله. برای همچنین گفتم که مقصد چه نه در تاجیکستان او کرا همو پرزیدنت اونا تمام روی دنیای تاجیکانی پیشوای ملت چی میگیرن؟ تاجیک میگیرن، یعنی ما قبول نداره میچیره. برای هم گفتم همچون ملت دوست، همچون یک برادر شما من میتونم که ای همو برادرای خودمون دفاع کنم. او پیشوای فقط اویلش است، پیشوای تاجیکان هم نیست. بله هم نه، پیشوای یعنی اویلش است. بله من شخصا خودم او رو همچون پیشوا قبول ندارم. من چون که او با خودش پیشوا گفتن ملت بودن تاجیکان رو زیر سوال برده است، چون که ملت پیشوا داشته نمیتونه، تنها قبیله ها پیشوا داشته میتونند، یا اینکه توده حیوان ها پیشوا داشته میتونند. ما پیشوا نداریم، ما ملت هستیم و با پیشوا گفتن خودش امام علی رحمان ملت بودن تاجیکان را زیر سوال میبرد. برای همین تاجیکان یک ملت بزرگ هستند و تاریخ کهن بنیاد، یک تاریخ چی دارند، انا برای همین هم یک تاریخ کهنه دارند و این پیشوا گفتن امام علی رحمان برای ملت تاجیک تحقیر است و امیدوارم که یک روز می شود که همین تحقیر از بین برداشته می شود. انشالله مورم بنیتی همین. تمام اگانی برادر جان هم گپ داشتم با انشالله استاد دور آمدن، استاد در مدرسه سوال داشتم، انشالله دور آمدن با استاد سوال میتیم. انشالله در برنامه های نوبتی کوشش میکنیم که در یک وقتی فرصتی بیشتری استاد رو به برنامه دعوت کنیم و یک سوال جواب داشتگی باشیم. انشالله. مایل هزار رحمتی کلام برای قبول کردن. سلامت باشید برادر عزیز. تماشاگران عزیز می توانید توسط واتساپ زنگ زنید. رقم واتساپ علامت جمع 43 681 81 91 98 02. می توانید زنگ زنید و ما زنگ شما را قبول میکنیم و می توانید توسط واتساپ حرفای خود را بگویید. و کسانی که نمی توانید توسط واتساپ زنگ زنید، در اپیسانی زیر نوار یعنی لینک پیوستن به استودیو، وارد شدن به استودیو گذاشته شده است و مدیراتورها همچنین در چت میگذارند، گذاشته ایستادند و توسط آن شما میتوانید وارد استودیو شده صحبت کنید و یگان کس صحبت شما را نمیبرد و شما آزاد هستید هرچند صحبت شما مخالف یعنی عقیده و اندیشه های دیدگاه های ما هست، چون که اینجا میدان گفتگو هست و هر کس با نظر خودش میخواهد در جامعه یک دیگرگونی را ببیند
یعنی همون نظرش در جامعه یعنی پیاده شود، در عمل پیاده شود. و تاجیکستان یکی از سبب‌های عقب ماندنش، یکی از سبب‌های آن که ترقی نکرده ایستاده است، در یک حالت شخص شدگی قرار دارد، این است که برای پیشرفت نظرها پرسیده نمی‌شوند. دپوتات‌هایش خاموشند، فقط تگمه پخش می‌کنند. یگان نظری سازنده از آنها گفته نمی‌شود، شنیده نمی‌شود. برآمد دپوتات‌ها، جلسه‌ای که دپوتات‌های مردمی، وکیلان مردمی میگذارونند، یگان کس نمی‌شنود. مثل پیشتر مثلا 15-20 سال پیش جلسه ای که وکیلان مردمی، وکیلان پارلمان، مجلس نمایندگان و مجلس ملی میگذاروندن، مثلا اگر مجلس ملی که نداشتیم، شورای عالی جلسه هایی که میگذاران، مردم گوش میکرد و ملاحظه های خود را در گزیته ها می نوشت. در نشریه ها مردم به قانون ها نظرهای خودش رو می نویست، لایحه قانون می نویستند و کوشش میکردند که در همون حیات سیاسی کشور مردم شریک باشند، اشتراک کنند، سهم خود را بگذارند. و حالا بین حکومت و بین مردم فاصله ایجاد شدگی است و از یگان کس نظری شخصی پرسیده نمی شود و به تلویزیون ها مردم رخ داده نمی شوند و این هست که ما در حالت شخص شدگی قرار داریم. برای همین همه ملت و همه اهل تاجیکستان حق دادن در کار که او نظری شخصی خودش را داشته باشد و بگوید که برای آینده تاجیکستان چی گفتن میخواهد و چی نظر دارد. شعیب بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سوالی ما چنین بود که مثلا جناب محیدین کبیری وقتی که در زمانهایی که اون در تاجیکستان بود و رهبریت را به دست داشت، یعنی که رهبریت حزب نهضت اسلام را، او یعنی که اهل و بیت خود را در گردوانهای خود همچون که حاضر یعنی که پرزیدنت تاجیکستان محترم امامی رحمان در گرد خود جمع کرده است عائله خود را و اون هم همون کار را کرده بود. یعنی که ما حاضر جوان ها چخل اون را باور بکنیم و با او اطمینان بداریم که دیگر این کار را نمیکنه و یعنی که اویلوی نمیکند و هر شخصی که میتواند آزادانه در اونجا یعنی که کار بکند، یعنی که آزادانه راه برد. برادر عزیز، من یک سوالی در جواب یک سوال بدهم، اول بعد جواب دیدم. من از شما پرسیدنی هم که گفتید که اهل بیت خود را وقتی که در تاجیکستان بود و در چی بود، در رهبریت بود، اهل بیت خود را در اطراف خودش جمع کرد. شما یک نفر رو مثال آورده میتونید؟ یعنی پسر خودش چی وظیفه داشت؟ وظیفه اون یعنی که چی بود؟ بوغالتریا بود والله علم، همین خیلی چیزا یعنی که پولی چیزا را جمع میکرد و خلاص یک چند خش تبارش در زیر اطراف کار میکنه. معلومات را شما از کجا گرفتید؟ ما معلومات را از شبکه برنامه باختری یعنی که از سیاست بانم ایدیبک ما از همون تماشا کردیم. ما از جوان هستیم غریب هستیم در اینجا، ما جوان ها هستیم غریب هستیم، ما هستیم که از پیشی ندیدیم اون را ولی در شبکه اجتماعی دیدیم. ما برادر عزیز، پسری کلانی رهبری پیمان ملی تاجیکستان، رهبری فعلی حزب نهضت اسلامی و در آن زمان هم رهبری نهضت اسلامی تاجیکستان، روح الله طلازاده یگان منصب در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نداشت. برادر عزیز، در آن زمان من هم عضو فعال حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، عضو ریاست ولایتی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت سوغد بودم. از اکثر سیاست‌ها، از اکثریت کادرهای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان خبر داشتم. مثلا اگر روح الله طلازاده بوغالتر می بود، من رئیس بخش ناحیوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ناحیه شده سال 2012 تا سال 2014 کرده هستم.
حق العزت رو به او میفرستادن، مثلا حق العزت کی میفرسته، گفتم چنین نشده است. من میدونم بوغالتری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان کی بود، اون عین حال در وارشاوا لهستان اروپا است، پناهنده است، یک انسان موسفید است، سابق دیرکتور مکتب شده کار کردگی است و متخصص فن فیزیک و متماتیک است، یعنی معلم استاد مکتب شده، چندین سال کار کردگی است، دیرکتور مکتب شده کار کردگی است و او بوغالتر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود. حالا در تاجیکستان نیست، حالا در وارشاوای لهستان پناهنده سیاسی است. برادر عزیز، برای همین این معلومات دروغ است. محیدین کبیری، من دفعه گذشته هم به این سوال جواب داشتم. محیدین کبیری برادر عزیز بعدی به منصب رئیسی آمدنش برعکس یک نفر برادرش که اقتصاددان هستند و سواد اقتصادیشان، عموما سواد دنیویشان نه کمتر از محیدین کبیری است. اکوشا کبیری که سابقه دار حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بودند، با استاد سید عبدالله نوری کار کردگی هستند، با استاد محمد شریف همتزاده کار کردگی هستند، یکی از شاگردان استاد محمد شریف همتزاده هستند. لیکن وقتی که محیدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می شود، اون کسرا وظیفهشون رو پایان میفرورد. برعکس مثلا گریم سبب ناراضیت بسیار شخصا میشه، چون که او اقتصاددان خوب بود و در نهضت او در همون وظیفهش لازم بود، ضرور بود، خیلی شخص کردان بود، اما به خاطر اون که همین حرفها به میان نبیاید، محیدین کبیری همون اکویش رو یعنی وظیفه رو میفرورد و حتی میگوید که من خواستار آنم که تو در یگان وظیفه نباشی و ما از نقلهایشون با خبر هستیم. من یک چند مرتبه با اکوشا کبیری هم صحبت شدگی هستم و اونجا میگویم که به این حزب من از تو پیش اومده بودم، وقتی که من در این حزب بودم تو نبودی، من با همه بزرگاش نشست تو خیس داشتم، با همه بزرگاش کار کردگی هستم، وقتی که من بودم تو نبودی، چرا من میرفتم از این حزب وقتی که تو اومدی رهبر شدی؟ چرا به من حق نمیدی که من هم در این حزب خدمت کنم؟ این خیلی گپ بود. لیکن وقتی که کبیری اومد و دیگه خیشو تبارش رو آورد، این خیلی گپ نیست برادر عزیز. برای همین بجوز همین یک نفر دیگر خواهر دارد، ژورنالیستی که تمام کردگی هست و خیلی انسانی که سیر حرکت و سیر غیرت هستند خواهرشون، لیکن در حزب یگان منصب نداشتن. در حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یگان منصب نداشتن. انا برای همین برادر عزیز این معلومات خطا است، این معلومات شما نادرست است و کسی به شما معلومات دادگی است نادرست بدون دلیل این معلومات رو دادگی است برادر عزیز. و این شما میتونید این به این حرفای من قانع نشوید و بگیرید یک نوارهای سابق رو مثلا گیریم، عموما یک معلومات ها رو جستجو کنید، گفتگو کنید از شخصانی که از احزاب سیاسی باخبر بودن در تاجیکستان، عموما فعالان جامعه شهروندی، یک بار سوال کرده بپرسید که آیا مثلا گریم کبیری بعد از اومدنش اهل و اولاد خودش رو در اطرافش جمع کرد یا نه در حزب. او با کار شخصی کبیری من کار ندارم، لیکن در حزب این حرفتون خطا است برادر عزیز. بله در حزب اما شما حق دارید که مستقلانه این رو پیگیری کنید و معلومات رو دریافت کنید و آموزید. این به این شما حق دارید و به من بگویید که من معلومات پیدا کردم که دروغ میگفته. بله برادر، ما از پایین میشویم، ولی ما از اینجا یک بار دیدم که در اونجا نوشته بود که همسرش یا اینکه نمیفهمم دخترش در حزبی، یعنی که در همون حزب خودش و در بین زنها چی مدیریتی را به دست داشت. هیچ مدیریت، زنش دخترش خیلی خردسال است، به فکرم یک دختر دارد، خیلی خردسال است. زنش در اطراف حزب نبود، لیکن معلوماتی که من دارم وقتی که او وکیل پارلمان می شود و با کارهای سیاسی چی میکند و نباید وکیل پارلمان با مثلا گریم با تجارت مشغول باشد و به این کارها، تجارتش در نام زنش بود.
مثلا گره یک بزرگ داشت با نام زنش بود. این چیز کار شخصی خودش است. این به حزب به نهضت یگان ربط ندارد برادر عزیز. در اطراف نهضت زنش نبود. فهمون برادر عزیز، الله نگهبان. زنده دختران خدا، ما از پی جستجوی موحدین کبیری و بعضا چیزاش حتما میگردیم برادر انشاءالله. عزیز دلیل پیدا کنید، دلیل بیارید. من هر هفته روز سه‌شنبه من همینجا هستم، صحبت میکنیم. به دلیل های گرفته بیارید و گفت که تو دروغ میگفته ای. او به هر گونه گپ هایی که من دلیل دارم، این خیل دارم، اون خیل دارم گفته گپ میزند، به او قانع نشوید. انسان نباید به حرفای کوچگی خودش رو قانع کند، باید مستقلانه آموزد. دلیل ها رو از شخصانی که مثلا گریم درباره حزب نهضت اسلامی تاجیکستان معلوماتی معلومات دقیق دارند، معلومات واقعی دارند، از اونها بپرسید. هرچند مثلا گیم ضد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم باشند، نفرانی هستند که از انصاف بیرون گپ نمیزنند. من چند قدر مثلا شخصا میگم، موضوع میدونم که همین کار کرده میتونن، لیکن حالا نامشون رو نمیگیرم، بولاشون یگون بالا نوید. شما حتما پیدا کرده میتونید. خلاص، الله نگهبان. سلامت، سربلند باشید. سلامت باشید. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. عبدالله بفرمایید. هزار رحمت بر پدر و مادرتان شوکت جان. شما به فکرم همسولی من، اگر که نامتون نگرفتم به ایما کلون نباشه برادر. هر چی باشد برادر گفتید، همین قدر کفایت است برادر عزیز. ای برادر شوکت جان، همه شما، من دو تا در همه حوض من که شما صحبت میکنم آرامانه. یکم موضوع برای که شما گفته که تاجیکستان وای ترقی افتگی نیست، یک موضوع من جواب میتیم. شما بخشید، شما گوش کنید. دویم موضوع استاد موحدین کبیری درباره و من خودم خیلی من مقصد که شخصیت هاش ما همش خودم گپ میزنم. یکم گفته که برای که در تاجیکستان ترقی افتگی نیست. شوکت جان بخشش میپرسم. من اکثریتی تاجیکستان گفته ترقی تاجیکستان برادر شوکت جان هم شروع شده که همه شهراش شروع شده، دومای شروع بخیلی نکنه مخالفان مبارزا. من شما را دوست میدارم، شما هموطنای منه، شما بهترین نکنه کارا. تاجیکستان ترقی افتگیه، تاجیکستان زیبایه، تاجیکستان به پیش، تاجیکستان به پیش، تاجیکستان به پیش، تاجیکستان به زیبای. من برای یک خاکش میمرم. شوکت جان برادر گپ زنید. من سخن کنم. چی که گفتم میخواید من شما رو نمیبرم. بفرمایید گپ زنید. تمام شد گپتون، من همش رو گوش کردم. تمام شد گپتون. بسیار خوب. تشکر برادر عزیز. به اندیشه شما تاجیکستان خوب ترقی کردگی است. از این میبرد که پرزیدنت تاجیکستان دروغ میگوید و حالا من گفته رئیس جمهور تاجیکستان که میگوید تاجیکستان در کشورهای دهگانه رو به رشد است، این مضمون آن رو دارد که کشور قشاق بود ولی عین حال از قشاقی بیرون شده است، رو به رشد آوردگی است. یعنی در حالت قشاقی نه ایستاده، رو به رشد آوردگی است، رو به بهبودی آوردگی است. از روی بهادی رئیس جمهور تاجیکستان همین خیلی است. ترقی چیزی دیگر است برادر عزیز عبدالله. ترقی کردن چیزی دیگر است، پیشرفت چیزی دیگر است. حالا تاجیکستان از حالت قمبغلی رو به رشد آورده است، یعنی از حالت قشاقی یک کمتر خودش بالا گرفته است، گفتنی گپ دارد، یعنی به کشورهای رو به رشد وارد می شود. تاجیکستان همان زمان از کشوری قشاق بیرون می شود که نامش از کمک های بشردوستانه گرفتن
یعنی کمک های بشردوستانه گرفتن را بس کند، چون که یک معیارهای سازمان ملل متحد معین کردگی است که از اون پست باشد اگر از همون معیار او کشور مترقی حساب نمی شود و کشوری قشاق حساب می شود و حقدار است که از کشورهای خارج چی گیرد؟ حقدار است که کمک بشردوستانه گیرد. حالا یک نفر از واتساپ زنگ زدن، گوش میکنیم. الو، سلام علیکم برادر جان، شوکت جان. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. حضور یک به عقل شما به یک سوال دادن، سوالی که چیزی که نمایشی خیش تبار بازی نمیکند، محیدین کبیره هم خیش تبارش جمع کرده بود، همین سوالش من جواب دادن میخواهم. فکر کنم کوتاه‌تر گفتم. بفرمایید. باید او به عقل گوش کند که ما باید چیکار کنیم که همین استابیل نشود در تاجیکستان. بگذار همین فرعون پرزیدنت تاجیکستان شود، بگذار اولیا شود، لیکن از یک سراغ که 7 ساله یا که از 2 سراغ 4 ساله زیاد نشود. خیلی تبارش هم میبرد، از یگان اونجا که خونش هم میبرد در برش میموند، فرقش نیست. ظلم کند و بیند بعد میدوند که بعد از 2 سراغ یا که بعد از 1 سراغ 7 ساله دفع میشه، اوجه ظلم نمیشه، ظلم کردن نمیتواند. فرعون هم عادل‌ترین پادشاه میشه. همین سوالی جواب من برای او این پولپیتوخ که میشه سوال داشته که محیدین کبیری هم خیش تو محیدین کبیری اگر پرزیدنت شد ای 7 سال زیاد شده نمیتواند. 2 سراغ 4 ساله 8 سال یا که 1 سراغ 7 ساله اوز 1 سکوند هم زیاد شده نمیتواند. لوبای آدم بود. انا اون وقت میبینی حقیقتا. بله. فرعون هم میترسد که ظلم کردن به میترسد، چون که میدوند که سراغش بود میشد کپش دود میکنند دورا. انا خیلی چیزا ما حرکت داریم، همین چیزا ما تو نکنیم که از اون اولیا را بیار، ابو علی بن سینا را بیار پرزیدنت مون، اولیا را یگون تا اولیا را بیار پرزیدنت مون، او هم ظالم میشد اگر نشد. اگر عبدالله اگر موند، اگر تو مردن پرزیدنت بعد از مردنش بچه‌ش خلاف شود، بزرگ این ظلم پیدا میشود. برای همین ظلم پیدا نشدنش 7 سال پس 8 سال پس ایواز میشد. دویم بار سوم بار کاندیداتورش موندن ده حق ندارد. تمام ملت زورق یک بار دیگه کاندیداتور تمام نامزدی تمام گفت حق ندارد که موند. این پولپیتوخا یک سرخونه ایواز میکنن، یک حرفشه راست پرزیدنت میتواند که از سر نو دویم بار سوم بار پرزیدنت شدن از نو سر کردن به حق دارد. بی عقل یک چیزی بی عقلی است. وقتی که سرخونه رو ایواز میکنی، یگون تخت که زنت رو ایواز میکنی، برای چرا که پرزیدنت شوی تو یگون گرم دخل ندارد. ما همین چیزا میمونیم، بعد عدالت بیان، بعد حقیقت تماشا کن. با نگاه کن که تاجیکستان خیلی развитый страна میشه، دولتی یک بهترین میشه. بی عقل ای گپ زنیش معلوم که گفتگو بی عقل بود. تو دینه همین چی مکسبم در پشت کراسوفکی عزیزاست پوشیده میگشتن یا بلد. بعد ولاست گرفتن کن سیویلیزاسیون را بوی سیویلیزاسیون را فهمیدن خیستان که گویو کی بود. استغفرالله برایم کم کم احساساتی شدگیم بخشش میکنم بدون احساسات میشود همه فکر و اندیشه ها را گفت. استاد محیدین کبیری به سلام مرا رسونید. حتما میرسونم. سلامت باشید. سلامت باشید. تشکر زیاد. عبدالله یگون چیز دیگر گفتنی هست شما؟ گفتنی هستم شوکت جان، برادر جان، شما عدالت میگی ها، من نکشی میساق قطع نکنی و یا شما عدالت میگی. من همین خیلی میدونه دادم مرحمت. شوکت جان برادر و مخالف و مبارزا حوزی همین من یک کس غیبت نمیکنم. حوزی همین توای ریولیسیونر من یک احترام میکنم. من غیبت نمیکنم. حوزی دشنام کرد به حد دشنامه به ترتیبی کرد شوکت برادر شما. من هم شما اشاره کردم که گویه که نکه اوچه جان میمرم دینی مزار دودگیم من بیش دنیا تماشا داره التماس اوجه میرم. شوکت جان مخالفه مبارزه شما دشنام کننده شما در حیات بای دودگی در ای حیات. شوکت
شما دشنام کننده مخالفان مبارزا شما بای دادگی بای داده آمدید بای داده میره من شما آیا سرزمینیم بای دادگی من محیدین کبیری احترام میکنم شما یا آدمایی که با ادبن محیدین کبیری بهترین شخصیت است نه که درای خطا رفت من میخوام که در تاجیکستان محیدین کبیری بیاید همسایه من شود تمام شما باید دادگی بیاد ما ایسا سرزمینیم ما باید دوستی کنیم این بید 99% برنامه‌تون دشنامه تحقیر است ای کی دیدین که من دشنام دادم شما اینم چی به همون شخصیت ها دشنام میکنن شما خطشون گب زیسته شما نمیگه که ای برادر خب دیگه دشنام نکرد این میدان ما میدانی دشنام نکرد خندیده شیشته همه خیلی شوکت جان من آدم جنگره نه خیلی کار گام نزنید من شما احترام میکنم شما باید دادگی شما به تاجیکستان بیایی شما شایسته به سازواری ادب عدالت دشنام تحقیر ما شما را عبدالله پیرمرد گوش کن به تو جواب دارم گوش کن بگم ما حتما میریم البته میریم تو عبدالله جان پیش ما میری تو تاجیکستان با پیش دارن دوست میداری که انا آوازی تو بسیار موضوع درکار میشه در اونجا میریم البته پیش تو ما برای یکون خشونت یکون با کوری بیسیم نمیریم ما پروست میریم قدی کودک و شودک ما قدی نبیره گهورنگی ما میبرداریم میبرویم بکش نبیرم هم پوش مرم پوش فرزندم هم پوش اگر میکشتگی باشی نخواهی من میرم شما حق باشه کو شوکت همین شما حق باشه این خداوند ربی العالمین یکم انسان یکم کسی کفای من را شما عدالت خواهی حق باشه من شما را هم گوش کردم نکپیده دیلم دشنام تحقیر گوش که شوکت بخشش محمد اقبال در برنامهش بخشش گوش کنی حق گوش کنی یا ناحق گوش کنی حق و ناحق یا شخصیت میبرویم میگه که من احترام میکنم من ویا بعد نمیبینم میگه که ما انقلاب میکنیم رحمان فا میبندیم کلان میکنیم میخنده محمد اقبال یا زنک بگو هیچ مرا دشنام کرد تحقیر کرد دشنام بیزیب کرد با علمه میگه تشکر رحمت کلان اپا جان شما در بای دادگی من شما را دوست میدارم شما بای دادگی شما تاجیکستان بیایی بخشش پرسی بخشش ای ملت پرسی ای رحمانف نه ای من ای ملت پرسی بای دادگی شما بیایی شایسته و سزا با آدابانه بیایی با آدابانه بیایی به آدابانه خیلی رفتارتون شوکت نی شوکت من خیالی کردم که همین برنامه دا خیالی کردم که دشنام کننده قبول نمیکنی یا که دشنام کنن میگی خب که تو بای دادگی بدی من یک تا محیدین کبیری با آداب بخشی اوستن تو قط نکنم همین یک نفری که با شما صحبت کرده شده است وقتی که به گپ سر کرد خوش میکنم یک بار گوش کردنم یاد گرفت همین نفری که با صحبت کردن به گپ‌های شما ملاحظه داشتن حالا از همه واتساپ دور نرفتن من به ایشون گفتم که میتونستید بدون احساسات گپ بزنید حتی خودشون هم وقتی که از احساسات گپ زدن حضور پرسیدن معذرت پرسیدن همین قدرش بس بود گفتن که ما نتوانستم بدون احساسات گپ زنم همین قدر بس بود مردک برای یکدیگرش درک کردنش برای یکدیگرش فهمیدنش همین قدر بس است برای همین شما هم از قالب بیرون نروید برادر عزیز اگر یگان حرف دیگری گفتنی باشد بفرمایید نباشد با شما خیر خوش کنیم شوکت جان آواز ما رفته است هست آوازتون هست هسته یا بلند میشد بلند داد نگید شوکت جان محیدین کبیری با مدنیت های با آداب های با ترتیب های محیدین کبیری کینه نداره در حیات من قطعی اول 2 مینوت گپ زدگیم اولش خداوند میدونه در یگان ذات کینه نداره بهترین شخصیت های ولی حتی که اراده نه که من میبرم روی همت بخشش پرسی ای ملت با این دشنام تحقیرتون نمیشه بای دادگی چقدر شکست خوردستی
من شما دوست می‌دارم فقط شکست خورده است، شکست من شما دوست می‌دارم به ای ملت بخشش برسه به تاجیکستان به زندگی کنه با آدابانه با ترتیبانه. ما میریم شوکت جان ما با این الماس با اپاجان من دشنام کرد و الماس رای میکنه همه دشنام 99% دشنام تحقیر به آدابی ای گوش که شوکت جان گفتم رحمان چیکار میکنه وای خندیده است عبدالله فکر نمیکنید که با این گپ‌های تکراریتون وقت‌های دیگر کسی گرفته شدید و من خودتو گفتم جواب نمیدم. بیاید عبدالله من شما پایین میکنم چون که گپاتون تکراری شده است همه گپاتون گوش کردیم یگان گپ نو داشته باشید اشاره کنید با میبردارمتون. حالا بفرمایید نفری که از واتساپ زنگ زده است. من باور دارم که عبدالله گوش کرده شده است. ما در این دنیا برای ناامید چیزا ناامیدگی نیستیم. ما برای شیطان رو ناامید کردن آمدگی ما همین کار البته میکنیم ان شاء الله. همین موقع سکری مراد شیطان رو ما ناامید میکنیم. خدا ما ناامید نمیشیم. او گفته شده است که ناامید باشید با ایجاد شما گفته است که ما هیچ وقت ناامید نمیشیم. ناامید شیطان رو میکنیم میریم در ان شاء الله همه بیدار میشن شیطان رو ناامید میکنیم. همین موقع سکری من برادر سلامت باشید. عبدالله من به شما دیگه سخن نمیتیم چون که وقتی که به شما داده شده بود کفایه بود چون که در این وقت میتونستید هر چیزی که خواهید بگویید و نفرانی که وارد میشوید یگان کس سخن شما رو نمیبرد مثل همین عبدالله هرچند مخالف عقیده و اندیشه های من بود هرچند من میتونستم با عبدالله چند سخن خود رو در جواب گفتگی باشم لیکن سخنش رو حرفش رو نبریدم. اگر سوال و جواب باشه سوال و جواب میکنیم اگر خودتون گپ زدید باشید خودتون گپ میزنید و یگان ملاحظه داشتگی باشم من در آخر سخنتون با اجازه از خودتون یگان چیز میگم و گفتگوتون. دوستان عزیز رقم واتساپ در اینجا گذاشته شده است جمع 43 681 81 98 02 شما میتونید به این رقم زنگ زده ابراز نظر کنید و همچنین میتونید توسط لینکی که در چت یوتیوب در زیر نوار در اپلیکیشن گذاشته شده است توسط آن وارد شده ابراز نظر کنید. تماشاگران عزیز حالا محمد تقایف به برنامه وارد شدند. محمد برادر عزیز خوش آمدید. سلامت باشید. بفرمایید سخن به شما. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. امیدوارم که خوب هستید اکو. همچه خیلی که میبینید خوب هستیم. بفرمایید برادر عزیز. امروز خیلی خرسند میتوبه. بله. همین دیدار شما صدای شما شنیدن صدای شما برای ما بس که یک کمتر روحیه بیشتر گیریم. روحیه ما بلند باشد. بهترین آقای عبدالله بسیار آدم خوب هستن. راه دادید گپ زدید بهترین شد. همه اینا شهروندای ما هستن انشالله. امید داریم که ما همه کسا یک جایه امام علی رحمان رو یک باره میکنیم این مردم مظلوم رو از ظلم و ضلالت این رحمان فی ظالم نجات میدیم. بعد همیشه یک برادر در آمدن چند وقت پیش درباره برادر کبیری گپ زدن که گویا که سوال دیهم این خیلی نشد باید رحمانوف با دیگر راه ها سرنگون کنه. رحمانوف همون قدر تاجیک نیست کردن یگان تیما و شمایی نپرسیدن که من فردا فلانی شمایی نیست میکنم گفته یا فلانی بهمدانی نیست میکنم گفته. باید ما اکنون سرجم شویم آشکار اتکریت گفتن کار که امام علی رحمانوف شما به خوبی نرفتید این مردم حاضی خار زلیل در سرحدهای فرودگاه ها رنگی سگ خوابن مردم مظلومی تاجیک باز ماشین پرودکت برداشتن آشو کندشون شود. یکی اکای شفقجا من نمیفهمم سفارت تاجیکستان با کی لازم است در روسیه آنها چرا مردم ما نظارت نمیکنن
پس مردم تاجیک باید بیدار شوند که امام علی رحمان به یگان کس لازم نیست. این مردم کمک دارد، دستگیری دارد. رحمانوف پروا ندارد، رحمانوف دزدی دارد، رحمانوف غارت دارد، رحمانوف همه بایگری های ما را با خطای های دیگر را فروخته تقسیم کرده گشته است. ما خوار و ذلیل و در بدر و خاک بسریم. بعد اکا چند وقت پیش من راست گپ آدم به بد میرسد همین خیلی میگفتید من گپی من آمد. من وقتی که گفتم که همین امام علی رحمانوف دستش در درون ازار مادر و خواهر تاجیک است، مردم تاجیک میگفتن آدم دیوانه شده است. مرحمت، سطر مادرتون من کرد، خواهرتون من کرد. این خیلی کاری بد است. به الله قسم با ما و شما خاموشیم. فردا با یکان قانونی دیگر میبرارد، یعنی آزاد پیش من بیاریم، بعد رود و زن گیرد گفته همون دختر گیرد گفته پیش نیاز میکنه. این هم با میگوین که نه این آدم دیوانه بوده است. این کارایی میکند این مردک. این مردک تنها ظلمش بالای سری ملت تاجیک است. من نمیدونم این از کدام دین است، از کدام ملت است. من عموما اکا نفهمیدم تا این درجه ظلم و ضلالتی پستی نبوده که این مردم ها. بله، تشکر برادر عزیز. حالا شاید صحبت تاتون ادامه دارد. یک نفر از واتساپ زنگ زدگی هست. نه کجا گم نیست، یک مشکل نیست، صحبت کنم. الو، نفری که از واتساپ زنگ زدید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر به شما، بفرمایید. امی ساگی لاینی نمی مدروی نمی عبدالله کو نمی عبدالله نارکمان او هوای وقت بگذار تاخیر نکنید. معلش نه تاخیر نه، ای ما اینا خوشتون بشنوستم میادم که به تاخیر ای همی نمیبینیم شما زدگی طور که خونه و یا نارکمان پروست وقت شما نکشونه نکنش تا قبول دست نمونه راوا که جوی میراوا یگان جوی دیگه دا گاوزانه سلیمان مادامه دوه وقت کنه پروست اکا میکشه. تشکر زیاد برادر عزیز، مسئولیت خود دادید. لیکن بسیاری از نفران هستند که در همین من چقدر با دانشمندان نشستگی هستم، چقدر با اهل فهم، با اهل درک، با سیاستمداران، با شاعر نویسندگان نشستگی هستم. بسیاری حالت ها است که ما بعضی از نفرانی که درد دل دارند و یک کمتر ساده لوح می نمایند یا اینکه نظرشان مخالف نظر ما است، به خاطر آن که با او مثلا گریم چی دیوانگی چسبونیم یا اینکه او رو به عقل گوییم، به فراسات گوییم، به حرفایش اهمیت نمیدهیم. بعد او عقده هایی که جامعه او رو قبول ندارد، جامعه حرف او رو نمیشنود، جامعه به حرف او اهمیت نمیدهد، جامعه او رو نظرش نمیگیرد، او نفر کلاسی درجه دوم است، درجه سوم است. او برای جامعه وقتی که شخص خودش رو نودرکار احساس میکند، فکرهای غیر سازنده در ذهنش غلبه میکنند و از دستش هر چی آمدنش ممکن است. برای همین این برای چی به برنامه های ما وارد میشود گپ میزند؟ برای اینکه دیگه جای گفتن ندارد. حالا به برنامه وارد شد، گپ زد، این مضمون آن رو دارد که یگانه منبری که میتواند حرف دلش را بگوید، درد دلش را بگوید، همین منبری ما است و این باعث افتخار است که هرچند مخالف نظر ما است نظرش، لیکن همین منبری ما رو دریافته است که یک چیز گفته میتواند. این رو نه به تلویزیون راه میدهند، نه به تلویزیون دولتی، نه به رادیو در تاجیکستان راه میدهند که یک اقلا مثلا گریم یک حرفش رو بگوید. برای همین این برای ما افتخار است که یک نفر مثال گریم دیوانه طبع است، ساده لوح هست، مثلا گریم عقل بتون ندارد یا اینکه دیگه و هاکذاها، اما میداند که در همین جا به او منبر میدهند و یک حرف گفتنیش رو میگوید. این خیلی مهم است و در تاجیکستان هم چی در تلویزیون دولتی باشد، چه رادیو دولتی باشد، اصلا در کشور دموکراتی تلویزیون و رادیوی دولتی وجود ندارد. تلویزیون رادیو که وقتی که دولتی شد، علاکه
همون آزادی مردمی وی زیر سوال می رود، چون که حرفا چینده گفته می شوند، حرفا بدون سنزور نمی روند. انا برای همین هم برادر عزیز این چیزای جدی نگیرید و حتما دیوانه است، غیر دیوانه است، او دیوانگیش به خودش است، حتما او هم یک شهروندی برابر حقوق کامل حقوق تاجیکستان است، به من شما حقوق برابر دارد. او هر چیز میگوید گفته به او مثلا گریم ما حق نداریم که به او سخن نتیم. یگان چیزی دیگه هست برادر؟ این آدم اکا یکمش نام این آدم اکا عبدالله نیست، نام این انسان شیراوگان. بفهمش شما این یا نرکمن کلیپا دنالتی آقی پدر آدم اکا شما هم در برنامه تون التماس راهش نتی اکا چی راه میتونی شاید هم حالش نهایی دورای زیلو اکا قطع شما من همی میستون که آدم دیگه دروی گابدان یا گابدان دروی گابدانه یا من ندرو میگم همیجا من ای دورای زیلوی اکا قطع شما اکای محمد اقبال اکای سلمان اکای حسین اشورو هم این اینا اکا من میشناسم میدونم چون میکنه خالی 4 تا چون میکنه میخواد تنقید میکنه احتمال ای خالی گفتی ای وای میزنه اکا نشته و تابلتی وای خودش نمیدونه چی گفته است واقعا نمیدونه اکا وای یا نارکمانی کنچلی التماس را بسیار خوب برادر، بسیار خوب. شما یگان نظر شخصی خودتون رو دارید با جز اینکه مثلا نظر شخصی خودتون مثلا برای پیشرفت کشور قول ظاهر و اتوشا التماس دیگه قبولش نکنید شیراوگان و عبدالله نگوید. صبر کنید برادر عزیز، گوش کنید. بسیار خوب، من شما رو گوش کردم، نظرتون رو به نوبت میگیریم. نه اینکه قبول است، من قبول ندارم این حرفای شما رو، نظرتون رو شنیده شد، اما به شما سوال همین است که شخصا خودتون یک نظری درباره پیشرفت تاجیکستان و چگونه میتوانیم ما پیشرفت کنیم درباره خبرهای داغ جامعه یگان گفتنی دارید برادر عزیز؟ اکه این مردم تاجیک اکه همین مردم لوبوچ که اکه میگن دست رو راست هیچ گفت نیونه که جیش دارد شاق نکل سطرمونه گرفتن ریشمونه گرفته مچید دیگه این مردم ما اکه بخشیش همه داریم که ما دایور شدگیم اکه یگام کس نمیخواد اکه خیلی روی همون وطن بره بیایین وطن زنیم درویم گیریم یا آدمی میفهمدگی آدمی چیزی اسلامی همونیم که ما فقط فرزندای ما کلام کشید و یا باید نماز کنم مسجد تا این درجه آدم گمراه کردن در کار نیست که بله های راست نمیکنیم خود منعکه شوکت بیا افغانه گیریم طالب و افغان درویان زنن چی کاری میکنن کنن اما نیست نابود کنن ایستر اینا با وطن آباد میکنیم که توقعی که گرده ما همی سال تولد شدگیم که در همی چشم و همی پریزنت هست تمام ما دیگه پریزنت ها ندیدم و بایدلای بود پریزنت بود تا پریزنت گیری بچه آورد این همی قچی دادگیم که 32 سال شد در سر فدرات هست ما 32 سال همی بعدی مقصد میونه که ما در غریبی اومد فقط غریبی در چیزی این دگیه که من میخوام در پیش دارم فرزندم باشم میخوام در وطنم باشم چی خیلی این اما حرام پروی که میگیرن کلی مردم هم میدیدن پایپ صفا میکنن ما هم انسان ما هم میخواهیم این کره اکا تشکر زیاد باشم اوکه ما در این بیا اکا کده فکر کنید اوکه ما در گرده تشکر رسول برادر عزیز، تشکر به شما. با دیگران نوبتیم. سلامت باشید. ما شما رو گوش کردیم برادر عزیز. بکا جان التماس همو انسان قبول نکنه دیگه. من درست سلیمانی فاردم گفتم اکای محمد اقبالی نقطه دیدم گفتم سلمان دارم گفتم همه حسین اشور دارم همه در گفتگی من با میکنم قبول میکنم اینا. تمام تشکر. سلامت باشید. برادر محمد یگان گفتنی دارید؟ گفتنی دارم که همین برادر چیزی گفتم راست دیگه قبول نیست که برای چی؟ برای آنکه عبدالله شهروند تاجیکستان است یک ماشین دوی ماشین که میگه این آدم نارکمان کانچینی یک نارکمان کانچینی 2 میلیون شهروند تاجیکستان
дар пойтахт назорат дорад ку чаро ина мо нест намекунем набоша сабру таҳаммул карда гаштагем ку بله ба ҳамин хотир мебурад як фикрш мегӯяд мерад ва бечора шояд ва бемор бошад ки медонад ҳама шаҳрвандем بله ба ҳамин хотир ако инҷа мардум даромадан иншоалло фикрашона гап зананд бояд мо сарҷамъ шавем дар гирди устоз Муҳиддин Кабирӣ дар гирди шумо ман умед дорам ки пирӯзӣ наздик аст эмомалӣ раҳмон бо ин зулму залолат дигар давлатдорӣ карда наметавонад ин мардум мардҳоро гирифтааст дарбадар кардааст ӯ имрӯз модару хоҳари тоҷика издиватса дорад мегӯяд рӯмолтона кашен аз сатру ҳиҷоби модару хоҳар кор гирифтааст дигар мушкилӣ нест магар тоҷикистон ба он қадар он мардуми бечора хору залиланд ҳамин муҳоҷиро буданд ки раҳмонов қоматаш рост буд ба аллоҳ қасам ино баргарданд раҳмонова ку титу пит мекунанд бо оту авлодаш гурусна ба шер ҷангидааст раҳмонов ҳатто ако қадр накард 25-30 сола ғуломӣ дарбадари ҳамин мардума қадр накард ҳазорон тоҷик мурданду рафтанд як тоҷикро ҳамдардӣ накард он рӯз Дог'истон ба заду хӯрд шуд дасту рӯшу нашушта буромад Путини шавҳараша ҳамдардӣ кард барои чӣ мардуми худаш ҳамдардӣ намекунад пас инҷо маълум мешавад ки ин 33 сол боз ин мардума ман тоҷик гуфта фиреб карда гаштааст вале тоҷик мурад тоҷик як бадбахтӣ ба гирифтор шавад умуман парво надорад ин мардак аз миллати мо нест ҳамватано аз хуни мо нест ин мардак кишвари моро хело ба пастӣ бурд агар як зарра хуни тоҷикӣ медошт мебуромад мардумаша ҳадди ақал ҳамдардӣ мекард ҳазорҳо шаҳрванди тоҷик мурданду рафтанд як кас ҳамдардӣ накард миллионҳо пули ин мардумро гирифт хӯрд маст шуд имрӯз дастдарози дорад аз сатру ҳиҷоби модару хоҳари тоҷик инро бояд мо фавран бояд аз байн барем ки ако иффату обрӯи моро ино резондан фардо ягон наузанбилло дигар қонунҳои безеб ҷорӣ мекунанд баъд тамоми миллатҳо моро механданд ҳозир хандидоса ҳамин христанҳо ҳамин грузинҳо ҳамин арманиҳо будсан шумо мусулмоне мо дини шуморо пост медорем яъне ҳурмат мекунем барои шумо ғайрат надорем якдаст шавену ин золимое ки хоҳари шумоя унҷа бо забони урусиам буромад ку ҳама дидина ҳама шунид мегӯяд шумо чӣ хел мардакен ки яъне хоҳару модаратонро саришта намекунем барои чӣ намедонам ман чӣ ҷавоб диҳам ҷавоби ин мардако ба ако بله تشکر аллоҳ ҳифзтон кунад 100 сола шавед мехоҳам ки шуморо дар душанбе бинем дар оғӯш гирем акаи Шавкатҷон иншалло ин суҳбатҳо идома диҳад ассалому алайкум زنده باشید تشکر زیاد یک نفره که از قلب دل گپ میزند از حتی از زبانش از صدایش بوی وطن میباید از زبانش از دهانش بوی وطن میباید از صدایش بوی وطن میباید باور کنید یه نفره که نامتون رو مرگ موندید گپ زنید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته خوبه سرسوزه اکا سلامتیتون خوبه اکا جان همین گپایی که اخیر زدی حس کردی و گفتی که یاد دوشنبه دمان که بله با خدا قسم من شما را میبینم اگر مثلا خطون توقع ایس میکنیم در کمی کامپیوتر شدگید نگاه که زیدی توجیکستان با قانونش مبارزه کردیست که این قدر پدسانی توجیک این قدر پدسانی مثلا که دل دوستدار دین دوستدار میبره دیفا میکنه ما با خدا فخر میکنم گرنی فخر میکنم گرنی بد فخر میکنم ما گاب ندارم راست این همیجا اکا جان یک همی چیزایی که با سر توجیک یکم یا ظلم میشه یکم گپ میشه دستگیری نیست از طرف دولت از حکومت دستگیری نیست چی باید چی کار کنم نمیدونیم چی گفتنم ده
اساسا یگان حکومت بدون طلب یگان کار نمیکند. حتی همین حکومت از بین رود، یگان گروه های دیگر مخالفان دیگر به میان بیایند هم، اگر مردم طلب بهبودی نکند، یگان حکومت از هیچ نمیبراید، کردن هم نمیخواهد، از پای زندگی خودش میشود و یگان طلب رو اجرا نمیکند. برای همین برادر عزیز، همین روز هم طلب کردن در کار، از حکومت آینده هم طلب کردن در کار. یعنی بهبودی قانون کانستیتوسیا گفته گذشته است که حکومت یعنی سبد استعمالی شهروندانش را پر میکند که حیات آسایشته و زندگی ارزنده را برای شهروندانش پیشنهاد میکند، یعنی تامین میکند. اما آیا همین طلبات قانون از جانب حکومت تاجیکستان اجرا شده ایستاده است یا نه؟ کی زندگی ارزنده دارد؟ کی حیات آسایشته دارد؟ حیات آسایشته همین است که تو دیگر در فراق فرزندانت نیستی، فرزندان تو دیگه زنده یتیم نیستند، تو زنده هستی لیکن فرزندانت با تو نیستند، از پدر و مادرت جدا نیستی. اقلا شرایط دوری که اجرا باشد یک هفته به یک بار روزی استراحت، شنبه است، یک شنبه است، رفته از پدر و مادرت خبر بگیری و شرایط دوری که در تاجیکستان جای کار داشته باشی، بگاهی روز پیش فرزندانت بیایی، با آنها رو با آغوش بگیری، حرف آنها رو گوش کنی، درس تیار کرده ایستادن یا نه، چی پیشرفت دارند، چی پیشرفت ندارند، معلمشون چی میگوید، معلم مکتبشون درباره فرزندتون چه عقیده و اندیشه دارد، درباره اینها شرایط شنیدن نداری. این حیات آسایشته نه. یعنی از روی قانون، از روی سرقانون تاجیکستان همین گونه حیات را دولت به مردمش تامین نکرده است، یعنی نتوانسته است تامین کردن. یعنی پرینسیپ های کانستیتوسیونی را اگر حکومت اجرا کرده نتواند، این حکومت کارناشای هم حساب می شود و باید کارناشای هم که حساب بده شد باید وظیفه را خالی کند، از پی کارش شود، از پی چوپانی برود، دیخون از پی دیخونی برود، معلم است، معلم دانشگاه است، معلم مکتب است، معلم کالج است، از پی آموزگاریش بشود، انجینیر است، از پی استادی بشود. لیکن دیگه او در حکومتداری خودش رو سنجیده دید که پرینسیپ های کانستیتوسیونی و پرینسیپ های قانونی تاجیکستان رو اجرا کرده نتوانست. اگر سبد استعمالی مردم رو پر کرده نتوانست، یعنی به مردم یا جای کار رو تامین میکنه. دو چیز وجود دارد برای حکومتی که در جامعه دموکراتی است، حکومتی که خودش رو حقوق بنیاد میگوید، برای حقوق بنیادی رو تامین کردن همگی دو چیز وجود دارد. یعنی یا او رو به جای کارش تامین میکنی، او زندگیش رو تامین میکند با اینکه با جای کار تامین است. اگر به جای کار تامین نکردی به او جبران پولی میدی، یعنی جبران پولی نداشتن جای کار. یعنی تو به جای کار تامین کرده نتونستی، به جای کار تامین کرده نتونستنت را جبران میکنی، جبران پولی میدی. یعنی چقدر جبران پولی؟ همون قدری که طبق استانداردهای بین المللی یک نفر باید در یک روز تامین باشد. مثلا اگر حالا سازمان ملل متحد $3.5 معین کرده است، یعنی یک نفر در یک روز باید $3.5 داشته باشد و اهل عائله‌اش اگر 5 نفر باشند چند پول می شود برادر عزیز؟ 14 $7.5. بله در یک روز $7.5 به یک عائله مثال گیریم 5 نفری 3 فرزند دارد، یک زن و شوهر، $7.5 در 10 روز مثلا گیریم $175 در 20 روز $100 همین خیلی $350 در 20 روز با 400 قریب $400 زیادتر به هر یک عائله 5 نفری باید از دولت در یک ماه زیاده از $400 باید پول بگیرد، جبران پول بگیرد برای اینکه او را به کار تامین کرده نشده است طبق استانداردی معین کرده سازمان ملل متحد. اگر این کار را کردن نتوند، این حکومت کارناشای است، باید جای را خالی کند. تمام این حکومت کارناشای است و کسانی که شما طرفدار این حکومت هستید و جناب عالی میگید، همین جناب عالیتون یک کارناشای است.
یک شخص کورنوشای ما 30 سال باز همین طلبات اقلا بجا نآورده از یک طلبات عادی ترین که یکی از پرینسیپ های حقوق بنیادی یک کشور را تامین میکنه بجا میبیورد. یکی از پرینسیپش همین دو تا چیز، یا بجای کار تامین میکنی، بجای کار تامین کردن نتونستی سبد استعمالیش رو پر میکنی. سبد استعمالیش یک عائله 3 فرزنددار با پدر و مادر 5 فرزند زیاده از $400 باید جبران پولی پرداخت کنی. نه شده همین وجود دارد. شما $400 کجا جبران پولی؟ حالا در تاجیکستان حد اقل معاش چند پول است؟ حد اقل معاش حالا از همین یکمی ایون به فکرم 800 سومونی شد. 800 سومونی چقدر است؟ $80 است. مزد میانه معاش در تاجیکستان 1300 سومونی است. رب 1500 سومونی، $150 است. اقلا یک کسی که با مزد میانه مهنت، یعنی مزد میانه همین که میانه احوال کار میکردگی جای کار داشتگی آدم 1300 سومونی معاش دارد. یعنی با 1300 سومونی چند $130 میشود، $120 میشود. $120 گجایی باید وظیفه دولت جبران پولی $500 دادنش گجا یا $400 جدا از $400. گفتم در کجان بخشش ما اکر رفتنی بودم، زنگ گرفتنی بودم با مقصد شما میگه که مقصد که دفاع از امام علی رحمه، ما چه زن نمیتونیم گرفته ما از دفاع از امام علی رحمه کنیم، زن گرفته نمیتونیم ما چه دفاع کنیم؟ خیلی کم ترک تبرزت کنه و مقصد حکومت ما او خلیج میگن مقصد دارو شیر و خلیج من نفهمیدم. وقت قدام 24 ساله شدیستم هیچ دیگه مهاجرت در نمید اکجان خیلی پناه تون با الله خداوند نگهبان باشم و هر وقت دعا میکنم. اکجان یک گپ دیگه میزنم میرم اکجان همین در همین دنیا دیدم مردم همین افغانه که از زمین تا اسمون خیز این روز حکومت کرد خانشونه بزنن امام علی رحمه گره نختون مقصد حرمت کنید مادر و پدر ما تاجیکستان در. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من جان پناهتون به خدا. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. اکا موضوعتون درباره چی بود؟ بخشش من در اومدم سر موضوع درمم که مثلا گپ زنم ای پای کورم شم. نفهمیدم گپتونه. موضوعتون درباره چی بود؟ اکا ما اولش پروسه موضوع شما کدام موضوع خود گپ زنید؟ فقط برای پیشرفت تاجیکستان بود. برای پیشرفت تاجیکستان در ذهن شما چی هست؟ بفرمایید. روز ما بار درباره می عبدالله وقتی برادر گفت که نمونینشون پوسکای رنگ عبدالله و کسی که میدونه با فکری ما مونینشون که بدرویان گپ زنن تا اینکه خلق ببینه که طرفدار رحمونوف کیه، طرفدار پروتیفی رحمونوف کیه. ببین که ورزیدی رحمونوف شما مردای مقصد باسواد گرامتنی هستین، نه که طرف رحمونوف فقط یک دیونه یا الکش یا کسی که صد سخن کردن نمیتونه مثل ما با زبان تاجیکی مثلا سخن کردن نمیتونه. پوسکای یادمو ببرویان خطی 5-6 منوت وقت شما که گپ زنن تا خلق ببینه که طرفدار رحمونوف کی هستن. و بعد ما با رحمونوف گفتنیم که مقصد ما 1400 سال شدیم. تا کدام فرهنگی که مقصد ما باید فرهنگی بیگانه را چی نکنیم. تو میخوایی که ما بر بگردیم بعد 10,000 سال پس که گذشتیم رفتیم 10,000 سال مقصد فرهنگی تو میگفتیم ما 1400 سال مسلمانیم. ساتر حجاب ریش یا بر پیشرفت خلق وطن یگم مونیت شده نمیتونن. تو با جایی که پول وقت سیلایی که رسول دیگه بر ضد حجاب مبارزه بردن در یک راهی گه مبارزه برش با یک جایگاه از خود که پولا این مولا این قوت وطن پیشروی که تو در یک سال خطا نکنیم مگر 12 میلیون سوم یا که دلار تا نوروزی میگذرونن نه که بله نمیدونم واسه رقمش رو نمیدونم. یکی پولی هان گفتم رقاصه ها رو رقاصایی که در یک میدانی
فوتبال کلان میبینید مثلا 1000 کس است 1500 کس است. اکنون تصور کنید که هر یک نفرش لباسش مثلا اگر فرض کردیم $200 است. یا بگیرید بیا میگیریم که نه $10 میلیون یا 10 میلیون سومون $10 در 10 میلیون سومون ما میتونیم چه زواد بسازیم، چند زواد بسازیم و با چند کسب جای کاری تامین کنیم و از مهاجرت بر بگردونیم او را. правильно که بله 10 میلیون سومون خود کمک نیست، این پول کمک نیست. یا که در امام رحمان خواستار از مهاجرت برگشتن مهاجران تاجیکان نیست آخر. او از مهاجرت برگردن چیکار میکنه او؟ من پیشنهاد به شخصی گفتم بفهمم که طرفدار امام علی رحمان ما یارو برام که سالی نه اتمینیت کنیم هیچ نکنیم 50-60 میلیون سومون سپاکونه در سال نو از خود نگیم دقیقاً سومو میتونیم که چند زوادها بسازیم جای کاری تامین کنیم با وطنمون. این دومی که در سنتر ساختیم برای خطانه این پیشروی نیست، این توپویو اما که میبرین نگین که مقصد هم آباد شده کویات پاپروات کنیم برین در رموج خونه بخریم وقتونه 100 سال در غریبی کار که خونه را خریدن نمیتونی در کار بوده است. میدونید یک مشکلی در همین اطراف امام علی رحمان بودگان چی است؟ بیچاره‌ها 20 سال و 30 سال همین از تاجیکستان بیرون برآمدگی نیستند. مشکلشون همین است که مثلا هر چیزی که هر بهبودی که در تاجیکستان دیدن یعنی دیده ایستادن که بهبودی شده ایستاده است، اما بهبودی رو چگونه برمیکشند؟ مشکل همین جاست که اونها نمیدونن که بهبودی رو این خیلی بر نمیکشی. زمان خیلی پیش رفته ایستاده است. بهبودی همون است که تو توانی با زمان همپا باشی. یک بار شما الان از تاجیکستان یک بار بیرون برایید ببینید که دنیا به چه قرار است و در واکیوم نگاه داشتن مردم به چه برده میرسوند. مردم تو پای میکند، بسواد میکند، یعنی در حالتی از اینفورماسیون دور نگاه داشتن مردم، از معلومات، از اطلاعات دور نگاه داشتن مردم بفهم میکند، بفراسات میکند، کند میکند. وقتی که اونها از تاجیکستان بیرون برآمدند شما یک بره قربانی رو به بیرون توفه میکنید. او حتما با در خارج گپ یافته گفته نمیتواند، صحبت کرده نمیتواند، موافقی طلبات زمان فکر و اندیشه ندارد، چون که شما دو رو در داخل تاجیکستان در واکوم اطلاعاتی اینفورماسیونی نگاه داشته ایستاده اید و او حق نمیدهید که او مثلا گریم معلوماتی خارجی بگیرد و معلومات داشته باشد درباره خارج، درباره جهان معلومات داشته باشد. برای این شما شرایط کردگی نیستید، اینترنت رو صورتش رو پس کرده موندگی هستید تا اینکه مردم نتواند معلومات کافی بگیرد، همین قدری که شما میخواهید همین قدر بگیرد. شما مردم توپای کرده ایستادید، مردم بی‌سواد کرده ایستادید و وقتی که او بیرون میبراید هیچ خود کامبینی در او غلبه میکند، یعنی نیست سماعتینک در او غلبه میکند، در برابرش یک خارجی هر چیز بگوید دستش پیشی بر کرده می ایستد، چون که در یک خارجی رو در پیش خودش مثلا گریم علامه زمان میبیند و این رو شما کرده ایستادید. یک تاجیک به همین حالت برده رسونده ایستادید. برای چی؟ برای اینکه خودتون در همین جهان بینی هستید. 20 سال 30 سال میشه از تاجیکستان بیرون نبرآمده اید، یک دو بینای کراسکه کردگی را دیدید. تمام در همین کشورهای اروپایی باور کنید به بینا تماما اهمیت نمیتین، به بینا، به ساختمان، همین ساختمان های شرکت های ساختمانی ساخته خودش کلینتش از داخلی کشور مییابد، از خارجی کشور مییابد، یافته بیناش فروخته میگردد. این حکومت همون چیزهایی که بیناهایی که در بالانس خودش هست بامش تعمیر میکند، گردی اطرافش تعمیر میکند. بعضی چیزها یعنی اقتدارش داشتش به زمین لرزه و به این باد و باران و این گزندها را تفتیش میکند. تمام اساساً اینها به چه اهمیت میدهند؟ به نیک و احوالی مردم، به شرایط خوبی مردم اهمیت میدهند. مثلا گریم در همین کشوری که من زندگی میکنم
60% اهالیش اگر خطا نکرده ایستادگی باشم 60% اهالیش اجاره نشین است. یعنی یکی از کشورهای بایترین دنیا است و یعنی مردمش در یک نیکو احوالی خوب زندگی میکنن. اما برادر عزیز چیز اجاره نشینن. به بنا به این به احمد نمیتونن. همین بنایی که هست میرن اجاره میگیرن، پولش به خونه خرید صرف نمیکنند. مردم فهمیشش به این درجه رفته ایستادگی است که ندویژموس این پول مردگی است. یعنی پولت رو جمع میکنی مرده به یک خونه میخری و پولت میمرد. اما اگر مثلا گریم یک خونه اگر 200,000 یورو بیستد، تو 200,000 یورو رو از همه خونه ارزان ترین در اروپا مثلا در همین جایی که من زندگی میکنم 200,000 یورو باشد، 200,000 یورو رو برده میخوابونی و میمیرد و خونه رو میخری به برابر خونه خریدن و پولت به همونجا میمیرد. اما تو اگر بروی اجاره بشینی مثلا گریم یک ماه اگر 500 یورو پول داده اجاره بشینی، باز تو اقلا اهم پولت رو همچون اینوستور به یگان تجارت بدهی، ماهش هیچ هم پولت در تنش می ایستد، ماهش هیچ به تو 7,000 یورو 8,000 یورو پول می بیاید از اینوستیسیا و تو این اینوستیسیا تو شاهانه خواهی زندگی میکنی. مثلا اگر 500 یوروش برای خونت برای اجارت میدی، 500 یوروش برای کمونال اسلوگ شود، 1000 یورو دیگرش یعنی 1000 یورو 100,000 روبل روسی میشود، 1000 یورو دیگرش برای خورد و خوراک یک ماهت برای گشت و گذارت همش میرسد. ماکسیموم 2000 یورو در یک ماه مصرف میکنی، باز 5000 یورو که از حساب اینوستیسیات به تو درآمد میشود، یعنی پسنداز میشود به تو، باز همون 200,000 در جایش ایستاده است. لیکن ما دادای بچه کار میکنند، همه کسا کار میکنند، میبرن پول رو به بیگ صبر میتونند یک خونه قشقرش میگیرند با همون پول ادا، با بعضش نیمی پول خونه رو قرض میکند، تمام چیکار کردنش رو نمیدونند. برای همین خونه خریدن این سیویلیزاسیون نیست دوستان عزیز. یک کشور پیشرفته دنیا استرالیا 60% اهالیش اجاره نشین است. نمیخواد خونه خریدن، نمیخواد پولش رو مرده کردن، میخواد پولش دائم زنده باشد برایش درآمد بیارد. این رو به این نوبت گیریم دوستان عزیز. بله برای بناهای بلند داشتن این پیشروی نیست. بله کاملا شخصایی که مرا میشناسن، موجود کسی مرا میشناسه، ما در کجای کدام بچه خدمت پیشنهاد میکنم و خواهش میکنم که برادرام امی فکری که ما سوم کار کنم برام خانه بگیرم، سوم کار کنم برام زن بگیرم، سوم کار کنم برام ماشین بگیرم، ایاتون برورین، چون که به پول غریبی که شما تو کار میکنین یا خانه خرین، زن میگیرین، ماشین میخرین، اوجه شما 30 ساله میشین و عمرتون در غریبی میگذره. تا 30 سالگی را که اگه بیزنس نکرد، اگه کار نکرد، بعد 30 سالگی مشکل میشود، تو نمیتونی کرد، یا عمر در غریبی میگذره. خونه خریدن نمانین، مثلا در همه جا مردمای باید بین 3-4 بیزنس دارن، یکی خونه، فروش خونه، ساختمان خونه، بیزنس اویله. شما میرید کیسه امنوی پر میکنه تمام. در حتی در خوجند هم در گوشه نباشه. مثل برادر از واتساپ زنگ زده، سنگ گوش کنید با صحبت‌های دوم می‌دیم. نفری که از واتساپ زنگ زدید بفرمایید. الو گپ زنید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آواز من میاد؟ های صداتون هست، بفرمایید. تشکر زیاد. من میخوام سوال مثلا در وقتی نامزدی با پرزیدنت موندن وقتی همون نفر که نامش رو با نامزدی ثبت میکنه باید 250,000 امضا جمع کنه. بله. این از امکان بیرون است. نمیشود که همین را برهم دهیم. میشود برهم دهیم به شرطی که همین کسانی که در سر قدرت هستند نباشند. اولا 250,000 این 250,000 آواز جمع کردن مضمونش همین است که یعنی شما یک شخصی با نفوذ در جامعه هستید و هیچ نه همین قدر آدم شما رو جانبداری میکند و در جامعه شما نفوذ دارید. مضمونش همین است و یک شخص و این مضمون اون رو دارد که یک شخصی که در جامعه نفوذ ندارد چی گفته پرزیدنت شدن میخواهد مثلا با این هم اینها این کار رو کردگی هستند. لیکن به نظر من
به نظر من یک نفره که تماما در جامعه شناخته شده نیست، رو کسی نمیشناسد بغیر از اهل اولادش یا یار دیارش، میخواد پرزیدنت باشد، نباید پیش رو گرفته شود، نباید به او همین خیل شو داده شود. یک بار هر نفری که مثلا حالا ببینید در ایران، در جمهوری اسلامی ایران 80 نفر خود را همچون نامزد به منصب پرزیدنتی ثبت نام کردند. بعد از سنجیده شدن حجت آنها همگی 6 نفرشان یعنی رو صلاح دانستند که در سابقه انتخاباتی شرکت کنند و برای همین هر نفری که پرزیدنت شو هست باید ثبت نام کرده شود، به او شانس داده شود که خودش رو، قوتش رو، قدرتش رو بسنجد و بعضی از همون معیارهای نامزد شوی رو هم واقعا همون ملاحظه شما درست است، یک کمتر ساده تر آسان‌تر کردن در کار است که هر یک نفر قدرتش رو بسنجد. اما در تاجیکستان برای چین کار را کردگی هستند، برای اون که خوب نه هر کس به خودش گفته روزها پزولیت کند که خودش رو همچون نامزد ثبت نام کند و قوهش رو بسنجد. برای همین خیلی است. سلامت باشید برادر عزیز. بله دوام دیام. بله بفرمایید. بعد بشد که باجوی همین امضا جمع کردن، همون نامزد برنامه پیش از انتخاباتش رو پیشنهاد کند، از روی اون برنامه اگر هم برنامه خوب باشد این رو به نظر گیرند و بعد همین مثل که انتخابات چی گذارد آنلاینی گذارد، همین امکانات هست. بله حالا در همین باره هم یک من برنامه کردنی هستم برادر. به نهایت شما یک پیشنهادی جالب کردید. در عصر 21 حالا اکثریت کشورها، نه فقط تاجیکستان، اکثریت کشورها انتخابات ها رو به طور فیزیکی میگذارونند، چون که اگر به طور آنلاینی شود همه در تابلو آوازها رو دیده است، یک نفر آواز هم داد در اونجا جمع شود و آوازدادگی ها تعیین شده ایستاد. این شرایط رو عصر 21 زمان امروز دارد، اما چرا نمی شود و فقط به طور فیزیکی انتخابات ها میگذارد؟ برای اون که در این حالت ها تقلب کردن آسان است و این به طبق خواسته های همین حکومت داران است. برای همین به طور آنلاینی نمی شود و به طور فیزیکی می شود. اما عصر 21 توان این رو دارد که الکی انتخابات ها به طور آنلاینی گذارند و مردم در بیرون از همون مکان آوازدهی الکی در تابلوها، خیلی که همون در تابلوهای ایرپورت هست، فرودگاه ها هست، تو وقتی فرود آمدن و وقتی پرواز را نگاه کرده میستید نمیخیل نگاه کرده ایستند، یک نفر آواز داد، آواز او معلوم است به کی داد همیخیل شود. برای همین این شرایط رو دارد. امید داریم که در آینده نزدیک همین گونه انتخابات ها شکل خواهند گرفت. یا نوع دیگه اجازه میده یا نوع دیگه مایلش بفرمایید. تشکر زیاد. همین شما در آینده یک برنامه آماده است درباره همین معارف. من 20 پیشنهاد دارم، بعد همونجا سوال جواب میکنیم. نصیب باشد ان شاء الله. سلامت باشید. زنده باشید. تشکر زیاد. سلامت باشید. تشکر زیاد. فارابی بفرمایید. الفارابی. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. من همین پیشنهاد کردم که همین سفارتخانه‌های روسیه به یگان آدمای کاله‌داری داخل موناد حکومت مقصد من این به قریبی مسئله پژارن سیگنالیزاسیا همون слаботочка رفته بودن اکسلواده همون посольство اكو برигады ما روسا پون کار میکنه که وقتی هم پژارن سیگنالیزاسیا راست کرداسینده یا کامپیوترشون زبای داد من ای کامپیوتر خودم اكو آثار پروگرام زده خودم با آثار پریزاگروس که دادم اكو استارش ما کلونی ما روس میگود اینا میگود چون اینجا وظیفه‌ام به همینا وظیفه کی مونده؟ من گفتم خیلی کنه میخیل تاجیکستان میخواد آدمو انتخاب میشه. Скажи میگود پشت освободят кресло میگود
این خیلی آدمای این خیلی جواب نمون اینا نه زبان روسیه میفهمد نه یک تا کامپیوتر زبای دادگی پریز و ویندوزش پریزاپس دادن کار صرفم نمیره. بله. ای که من میفهمم تاجیکستان دا مسئله کامپیوتر مسئله خیلی چیزا کمتر تنخیصی بود دور مکتب خونی من هم بود امی سیتواسیون من که آخوردیم نشد پروگرامی رو نه کار میکنه که از رسیو اومدم که اینجا مقصد پروگرامیستای بخواد رسیانده پروگرامیستای کالادور بسیار من پیش اینا دو مثال عقلی من اینا انچه کوتاه لیکن عقلی کارگرای سفارتخانه نگاه کردیم عقلی من کمتر با بالاتر بوده بعد پیر زن اثر پیر پروگرامی رو که دادم کامپیوترشو وقتی براندو سینده گفتم که برادر زبانی روسیه کم کم گفتم یادگیر تو کارگری پسالست تو باید اکن تو روی ما تو افته تو نشه لیتسا تو باید ما کمتر اجیتی نغزی وای نشاطی تو یکی گاوزی گفتم پیشین آدم من شرمنده من تاجیکستان هم چند تا کارخانه های دولتی و درآمده خودم همین پیر پروگرامی رو میکردم کامپیوتر روشن دانشی اکن امروز میسنجیدم یک باره میسنجیدم دانش نیست اکن مسئله تکنیکا وابشه ابسولوت دانش نیست درباره اتیک استتیک گاوزنی وابشه این چیزای نمیفهمد اتیک استتیک گفتنی گافه درباره سوالتی نمیداد چی اتیک استتیک چی بودنی گافه نمیفهمد خودش معنای اتیک استتیک نمیدونه حالا برادر پیش گپتون یک چیز به یادم اومد به فکرم یک بار در یکی از برنامه‌هام گفته بودم وقتی در اوکراین بودم من به یک کار تکنیکی که خودم سرفهم میرفت تام کارم افتاد یک همین کارمند تکنیکی یک بچه جوان نه فریلنسر بود دریافت کردم ازش گپ زدم یک کمتر بعد او من چی کار میکنم فهمید یک مخالف سیاسی برنامه ها دارم او پرسی چی کار میکنم شناس شدیم بعضی کارهایم رو درست کرده میستاد یک روز گفت که میدونید گفت اگر لازم دونید من بانک ملی تاجیکستان همه کلیدهایش رو براتون گرفته میتیم لازم دونید گفت تلویزیون های تاجیکستان رو برایتون گرفته میتیم در حقیقت اوکراین در این مسئله پیش رفته است اکثریت همون اکون من مثال بخشش گفتم بردم من کسی تنقید کردنی نه اکون من اکو خودم آخوجان دکم آخوجان به کلام شده که من بسیار ببخشید من گفتم که اول خیلی چی میگم گفتم سواد کردم خیلی گفتم خیلی شدنش ممکن گفت که همون تلویزیون تاجیکستان در یک حالت امنیتی سخت بود است از روی گفتاری آن حتی مثلا گریم بیگناه ها رو به هر کجاش وارد شدن نمیموندن اخران ها چقدر چندین تا اخرانیت میکرده است از روی گفته همین بچه چقدر معلومات گرفته است همین معلوماتی که یک اوکراینی درباره تلویزیون تاجیکستان تلویزیون دولتی تاجیکستان دارد من تماما ندارم یک خارجی همه معلومات دارد برای همین تاجیکستان در یک حالت آسیب پذیر قرار دارد مثلا گریم یک آیتیشنیکی اوکراینس مثلا اینقدر زورش میرسیده است شاید شوخی کرده باشه شاید حقیقت میگوید مثلا گریم شاید او من به خودش یعنی نسبت خودش اطمینان دادنی بود که از اودی همه کار میبراید کلینتش از دست ندهد هر چیز وجود دارد لیکن وقتی که او این گپ رو گفت یک شخص یک آیتیشنیک از این میبراید که کشورهای برخودرت هر یک در دستشون در داخل هر یک نهادی تاجیکستان است من به امیقه فهمیشم در من میدونم که هر یک طلبی مکتب خونه ای که اینجا ده پروگرام خیلی یک نمود پروگرامی نشد پروگرامیستی یک نمود عقل و تمیزه شای من راجع عقلم نمیره بکن منم مثال تا این درجه به عقل نه که من به درجه فهمیشی منو درجه فهمیشی اینا یک دو چیزی اول یکمین درجه تاجیکا باید زبان تاجیکی خوشرو ازیاد کنه زبان تاجیکی اگر وقتی که خوشرو پانلی دقیقاً لهجه های همین لبای نمیده لهجه ما خوجان نکی لهجه دوشنبه کولابی دو تا پامیری من لبای نمیده لهجه تاجیکی میدانی بسیار لهجه حساب از خود کردنه وجه من زبان تاجیکی هم پانلی حساب گراماتیکی هم با حساب گراماتیکی هم ناز میفهمم
بعد وجه برای من زبان روسی هم آسان شد. اکنون من رسیدم هم بگردم مثال روسا خطی معاشرت گام میزنیم عروس کار میکنیم خطی روسا کارم اینو هم یکم مایده اهمیت میته تا شما من مثال اکسنت که گام میزنم. یک نفر از واتساپ زنگ زدن گوش کنیم بعد با صحبت ادامه میدیم. الو تمام نفری که از واتساپ گپ زدید زنگ زدید بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. برادرم این در علایدگی برنامه لوچی صحبت کردم می بود یک 3 minut وقت ما میگرفتیم. 3 minut گپ زدید یکم کس گپ شما رو نمیبرد بفرمایید. نه من میخواستم که بعد برنامه اگر روز یکون سوال کنید من کی بگم بعد برنامه با من با شخص خودم. بله بله بسیار خوب. بعد برنامه فقط به این رقم زنگ نزنید. این رقم بعد برنامه من خاموش میکنم. برای همین زنگ کدوم رقم زنگ بگذار به همین رقم. عوض من این رقم شما رو میگیرم خودم زنگ تو میزنم میشود؟ بله بله اگر اون سوال کنید ممکن بگم فکر خودمو ما هم خطور برادر رو بیان کنم. بسیار خوب. دیگر یکون چیز گفتنی نیست؟ اکنون گفتنی ما اینکه میخواستیم که تیستر قدم برگردیم تغییرات دیم تو که این خیلی غلامانه زندگی میبریم. بله تشکر. خیزین میگون یکون کس نمیخیزد. تشکر به شما. سلامت باشید. حتما اگر فراموش نکردم زنگ تو میزنم. بله بله اجازه میکنم. تمام بکو مقصد همین تاجیکستان کراچی مسئله تکنولوژی و کانتر خودتون هوشیار گیرید تا مردم تاجیکستان دنیا پیش رفته است مسئله تکنولوژی و основном پروگرامیرونی کامپیوتر اینترنت از همه چیز همین تاجیکان بسیارش همین ماشینیکا میفراد رسیدند بسیارتر من بخوام بسیار تاجیکا زنگ میزنن کانتر هوشیار باشین. اما پیام من همین بود بچه‌ها دنیا ترقی کردگی مقصد وشه جاگه کنیتون مثلا تلگرام هر خیل جواب هر خیل نمود سایت ها و خداتون اکوای نکنید خوش نکنید. خواهی استاد شما پناه به خدا سلامت باشه. بی نهایت به مسئله مهم این برادر فروبی داخل کردن. حالا ببینید برادران عزیز تماشابینان گرامی خواهران بی نهایت عزتمند اگر تاجیکستان صورت اینترنتش را از 30 مگابیت سکند پایان داشته استد اکثریت به طلبات زمان جوابگو پروگرام ها در کار نمی کند در تاجیکستان و مردم تاجیکستان از زمان عقب میمانند. حالا همین برنامه‌ای که من برای پخش مستقیم استفاده کرده ایستادم صورتش 1000 مگابیت سکند است. 1000 مگابیت سکند است صورتش. من درباره 30 مگابیت سکند گپ زده شدم. از همین 30 مگابیت سکند پایان کرد تاجیکستان در پایان نگاه داشته است. حالا 10 مگابیت سکند 5 مگابیت سکند همین خیلی است تاجیکستان. اکنون 10 15 مگابیت سکند گوجای و 1000 مگابیت سکند گوجا است. و نرخ اینترنت هم وقتی که من در اوکراین بودم برای 1024 مگابیت سکند در یک ماه $10 میدادم. در یک ماه $10. اول 300 بود بعد 700 رو یافتم بعد 1000 رو یافتم به همون پیوست کردگی بودم. برای همین شرایطی آیا به اینترنت بلند صورت تامین کردن اهالی هست یا نیست؟ هست، وجود دارد.
چرا در تاجیکستان اینترنتی بلند صورت نیست؟ برای آن اینترنتی بلند صورت نیست که خواهشی اینترنتی بلند صورت دادن از جانب حکومت نیست. همین روز همین اراده پیدا شد، همین روز همین اینترنت تامین می شود به مردم. مخصوص اینترنت با صفت پست با یعنی موج پست نگاه داشته می شود، با صورت پست مردم رو در یک واکومی یعنی دور از اطلاعات نگاه داشته می شود. وقتی که این نشد بازار الکترونی کار نمی کند. بازار الکترونی خطا می دهد. یعنی گفت روزها وقتی خرید زکاس ها چندین بار اشیبکه می دهد. یک چیز خریدنی هستی اسپید نمی کنی. مبلغ توسط بانک گذرانیدن اینها به مشکلی های زیاد دچار می شود. این به کدام سبب است؟ به همون سبب است که اینترنت پست است. اکثریت کارها را کرده نمی شود. مارکت پلیس ها استفاده بردنش به مشکلی ها دچار می شود. مردم یک فرض کردیم یک تلفن رو اگر از مارکت پلیس ها فرض کردیم به $10 دریافت میکردگی باشد، اگر اینترنتی بلند صورت اینترنتی جوابگو با بازار اینترنتی باشد، بازار آنلاینی باشد، میرد از مغازین به $100 میخرد. به جایی که 10 تلفن بخرد یک تلفن میخرد. همینجا با فرزندم درونه چند وقت شد با 250 یورو یک تلفن خریدم. وقتی که از یک مارکت پلیسی خطای دیدم نرخش 36 یورو بود است. تو به ما همون با 54 یورو آماده میرسید است. یعنی 200 یورو من برای اون که از همون جوش دست یکم فرمایش ندادم، فرض کردیم به آمازون 200 یورو ضرر کردم و همین ضرر یکی از سبب‌هایش همین که معلوماتی مثال گریم من در این باره کم بود. دویم سببش مثلا گریم در تاجیکستان همین تر باشد. دویم سببش همین می شود که مردم از این چیز استفاده نمیبرند. مردم رو در همون دور از اطلاعات نگاه داشتن، دور از این چیزا نگاه داشتن به ضرر دچار می شود. مردم به مهنت پول می‌یابد و این پول یافتگی مردم ان همین خیلی از سبب اون که اینفورماسیش کم است، معلوماتش درباره حیات امروز، حیات معاصر کم است، همین بیهوده رفتن میگیرد، به فریب دچار می شود، به نیرنگ ها دچار می شود. برای همین تماشابینان عزیز یگانه سبب با اینترنت پست، با صورت پست اینترنت رفتن تاجیکستان این است که اینها نمیخواهند مردم پیش رود، مردم با جهان معاصر همپا باشد. برای حکومت امروزی تاجیکستان را کارناشایان بودنش، ضد ملی بودنش، مثلا دشمن ملت بودنش حکومت امروزی تاجیکستان اینقدر دلیل های بالاخانه‌دار گفتن لازم نیست. همین خیلی دلیل های عادی روزمره مردم که هر روز مردم می درمانند به آن و در یک کشور عادی دموکراتی حقوق بنیاد الیمنتری چیزهایی که باید رعایت شود در تاجیکستان رعایت نمی شود. وقتی که در تاجیکستان همین الیمنتری چیزها رعایت نمی شود، این چی رو نشون میدهد؟ حکومت ضد ملی است. حکومت دشمن مردم است. هیچ نه حکومت در سیمای مردم یک مردمی کامل حقوقی، یک کشوری حقوق بنیادی دموکراتی رو نمیبیند، تنها غلام خود رو میبیند. تنها غلام رو میبیند. حکومت امروزه، رژیم امروزه، امام علی رحمان به ملت تاجیک، به مردم تاجیک، به شهروندان تاجیک بالاتر از یک غلام یگان حقوق قائل نیست. بالاتر از یک غلام، خود دیپوتات است،
خود در کدام حکومت کار میکند، در یگان منصب است، فرق ندارد. همین ببینید، همین سید جعفر عثمانزاده دیپوتات پارلمان همگی به وزارت عدلیه شکایت کرد که اوی شما غیر قانونی کار کرده ایستادید. چه خیلی من در پارلمانتم رئیس یک حزبم، شما میخیزید کیم کدام رئیس حزب میشود؟ او را وزارت عدلیه به قید میگیرد. کجا این شهر بی‌دروازه چی؟ اون نفری که رئیس حزب کرده بودم به جای سید جعفر عثمانزاده رئیس حزب دموکرات تاجیکستان، اون نفری بولگریم رستمی امامعلی بود و وزارت عدلیه به جای اون که این عریضه سید جعفر عثمانزاده رو بررسی کند، یوسف رامو میگوید این آدم در تاجیکستان پریورود کردنی بود، در تاجیکستان این تبادلات کردنی بود، 3000 عسکر در آوردنی بود به تاجیکستان، گفته برده ترمش میکنن. همین گناه داشته که این چیکار کردی شدین؟ خیلی ما اینجا رئیس، شما اونجا انجمن میگذروندید و دیگه کس رئیس میشد است. همده شده او انسان ایمونیتت داشت، ایمونیتت داخل ناپذیری داشت. یک باره از بین بردن. عجایباتش همه که تمامی وکیلان پارلمان با یک دلانه دست برداشتن آواز دادن که همون یعنی کلیگیشون یک وکیل پارلمان همون که در یک بنا میدیدن و میخوردن، همصحبت میشدن، یک دیگر سلام علیک میکردن، برزیدش آواز دادن که برده شود، ترمه کرده شود. یعنی ایمونیتت داخل ناپذیریش از بین برده شود. ببینید تا کجا در تاجیکستان یک حکومت ضد ملی است. یک حکومت ضد ملت است. یگان حقوق به ملت، به مردم، به یگان شهروند قائل نیست به جز اینکه او را غلام خود میدانند. بالاتر از غلامی ما حقوق نداریم در تاجیکستان. مثلا شخص آزاد صدا بلند میکند، گپ میزند و جانب حکومت اگر حق باشد میبراید میگوید که و نامه مینویسد میگوید که ما یعنی شکایت شما رو بررسی کردیم، آموختیم طبق همین قانون، طبق همین قرارداد، طبق همین شرایط امروزی حکومت تاجیکستان این طلبات شما اجرا کرده نمی شود. نه، در تاجیکستان تو که غلام هستی به تو چه جواب میده؟ جواب تو است، پشت پنجره زندان است. من دولت داری بو میگن تاجیکستان کشوری حقوق بنیاد دموکراتی، گجوش دموکراتی، گجوش حقوق بنیاد است. الیمنتر یک عادی ترین حقوق انسان رعایت نمی شود. به نهایت برنامه هم رسیدیم تماشابینان عزیز. انشالله امیدوارم که در برنامه های دیگر مثل همین روزه فعالانه شرکت میکنید و حتما آزادی بیان در برنامه ما رعایت کرده خواهد شد و حتما هر یک پیشنهاد شما، ملاحظه های شما به نوبت گرفته خواهد شد. کسانی که میخواهید در برنامه شرکت کنید حتما کوشش کنید وارد شوید، نظرهای خود را بگویید. یک طلب من اینجا است، خواهش من اینجا این است که دوستان عزیز درباره کدام موضوع میخواهید در برنامه صحبت شود حتما در زیر نوار نظر خودتون رو نویسید. میخواهید در کدام باره ما صحبت کنیم آن را بنویسید، حتما آن را به نوبت میگیریم، در آن باره صحبت خواهیم کرد. و مخالفین را شما چگونه دیدن میخواهید حتما در اپیسان در زیر نوار در نظرگاه در کامنتاری نویسید، ما حتما آن را به نوبت میگیریم، نوشته میگیریم. و چی های میخواهید که مثال گیریم از جانب مخالفین اجرا شود اون رو هم بنویسید. ما با رهبریت احزاب سیاسی، به مخالفین، چی به گروه 24 باشد، چی به پیمان ملی تاجیکستان باشد، چی به دیگران باشد، حتما این خواهش های شما رو حتما میرسونیم. لازم شود کسانی که با ما موافق میشوند و راضی میشوند به دعوت میکنیم و با اونها شما سوال جواب خواهید کرد.
тамошобинон азиз, ин буд барномаи имрӯза, ин буд суҳбати имрӯза. Якояки шуморо ба Аллоҳи пок месупорам. Як нафар модар ворид шуданд, чикор кунем? Биёед ҳамин нафарро гӯш мекунем, баъд чӣ мекунем, ноумед нашаванд. ҳамин нафарро гӯш мекунем, баъд барномаро ба поён мерасонем. бифармоед модир азиз. Салом алейкум. Ва алейкум Салом ассалом алейкум ва раҳматуллоҳ. бифармоед. Дуруду раҳмат ки поён ба шумо ва ба тими шумо ва боиси ифтихор аст ки шумо моро қабул кардем. саломат бошед. феълан муддати 1 соат ки барномаи шуморо пайгирӣ доштем ва боиси ифтихор аст ки ман аз минбари умумӣ ки дар рӯз гузашта ки гузашт моҳини табиғӣ иштирок доштам, аз он минбар барнома баромад кардам. хеле ман фахр кардам. лоақал як нафаре аст ки аз мо, аз номи мо, аз фарҳанги мо, аз боигарии мо суҳбат мекунад ки беҳтарин буд, беҳтарин суханҳо, беҳтарин саволҳоро устод ҷавоб доданд. садафтаст ки ман мехостам саволе ба устод бидиҳам ба хотири муҳофизати ҳиҷбу ҳиҷоби шахсии занҳо. ман албатта тақозо кардам, талаб кардам аз раиси ҷумҳур, аз ҷаноби дар нохунак имом Алӣ Раҳмон ки ба ҳиҷоби ман даст нарасад. ман мехостам ба хотири ҳиҷоби худ савол ба устод бидиҳам ки то ба кай мо зери зулму султаи ин режим сабр мекунем. сабрамон лабрез шудааст. муддати 32 сол ки мо таи зулму султаи ин фиръавни замон ҳастем. аз устод савол доштам, агар ки имконият бошад саволи манро ба устод расонед, зеро ки ман дар шахсияти ӯ як шахси хеле ботафаккур ва ҷавобро аз он кас мешунидам, шояд ки боз ман ҳам ба мисли дигар занҳо хаб мекардам. аммо то замоне ки ҷавоби худро аз устод нагирам, ман қонеъ намешавам. ман дар ҳамаи барномаҳои муборизин баромадам бар алайҳи ин режими хунхор, ин режиме ки зулм ба мо занон мекунад ва озодии моро, фарҳанги моро, ҳамаи зебу зиннати мо занҳоро зери по кардааст. ин зулмаш кам буд, ин зулм кам буд ки ба фарзандони маъюби инвалиди мо раҳм намекунад. онҳоро дар як моҳ 8 бор фарзанди маъюби маро ба кумитаи ҳарбии худ даъват карда зулму бо навакак бурда ришои ӯро тарошиданд. беҳад зулму фитнаву чизи масъулини кумитаи тоҷикистон дар хонаи ман ба фарзандони ман, ба рӯҳи ман шикаст намедиҳад. аммо ин зулми инҳо. аммо ман мехостам ки бифаҳманд ки устод чӣ ҷавоб медоданд ки оё мо ин қонунро дастгирӣ мекунем ё мо хаб мекунем. лоақалан мо ба хотири ҳамин зулми охирине ки ин режими хунхор мехоҳад ки дар тоҷикистон паҳн кунад ё ки онро дар имзо гузорад, иҷозат надиҳем ва ба дохили ватан шавем ва аз худ роҳпаймоиҳоро сар кунем ва талаби сатру ҳиҷоби худро кунем. ба хотире ки мо 32 сол сабр кардем, сабрамон лабрез шудааст. ман ба ҳамаи зулмҳо сабр кардам. шиканҷаи ки соли 2012 маро бурда будам ба кумитаи имдод, кумитаи саволу ҷавобу ҳамун назди фарҳанги ноҳияи Сино соли 2012 буд. бо хеле маблағи зиёд ман аз онҷо раҳо шудам. аммо дигар ман надорам маблағе ки ба ин порахӯрҳо диҳаму доҳи дигар аз онҳо халосӣ биёбам. то замоне ки ҷон дар бадан дорам алайҳи ин режим медиҳангам ва ба хотири ҳиҷобу ҳаёю шаъну шарафи занони ояндаи тоҷикистон муборизаи худро мебарам. ман хеле мехостам саволамро ба устод биёрам. садафтуст ки ман натавонистам дохил шавам ва дар охир гуфтаниам ки шумо ҳам дуо кунем ки зудтар мо
با یک سربلندی به داخل برویم و از آن مردم مظلوم، من در پشت مظلومی مردم تاجیک، زنهای تاجیکستان مظلومی خود را فراموش میکنند. در این شب روز خیلی که به خانه من هفته یک بار رفته سوال و جواب و پرسش فرزندان من ادامه دارد، اما من از چیزی میترسم. حتی به من تهدید کردن که اگر که به پای خود نیاید در اینترپول بسپارن در اینترپول. من یگان جنایت نکردم، اما اینترپول پدرملت هم از من سوال میکند که من آیا جنایت کردم؟ اگر از حق خود دفاع کردن، از حجاب خود دفاع کردن، از فرزند خود دفاع کردن، از فرزند این ولیدی که ستون نوره فرزند من 7 جا شکستگی سر امام علی رحمان مرحمن یکم درجه تاجیکستان در یگان خدمت نکرده است و ارتش ملی نرفته است او جنرالو، اما فرزند این ولیدی من رو همون میگوز میگن چه میگن همون نمیگن برخای حربی شد تو کسی مو پول نسپاره. من با کسی پول نمیدهم، از این منبر شما اعلام میکنم بگذار بسنم من آنها هر یک سخن ما رو گوش میکنن، پیگیری میکنن. ما تا زمانی که پیروز نشویم من از حقوق خود دفاع میکنم. من یکا و تنها خود علیه این رژیم خونخوار تا نفس خود دارم مبارزه خود را میبرم. از سر کسی ترس ندارم، از یگان چیز نمیترسم. در یگان جو من یک قانون رو نشکستم. من در همین رسی هستم چیکار میکنم و من چیکار دارم. من یگان قانون شکر نیستم. من از حق خود طلب کردم و طلب خود را تا خانه نکردن تا من خانه نشوم طلب میکنم و از همه برنامه های مبارزین برآمده حفاظت خود را میکنم و وقتی که شما رو نمیگیرم. اگر اجازت امکانیت داشت سوال مرا با استاد برسانید، در برنامه های دیگر منتظر جواب خود هستم. فعلا خداحافظ شما. سلامت و سربلند پیروز باشید عزیز. تشکر زیاد به شما. تشکر که ناترسانه با شجاعت و با جسارت حرفای خود را ابراز نمودید. سلامت باشید مادر عزیز. تماشابینان عزیز، همینجا برنامه ما با آخر رسید. یکایک شما را به الله پاک میسپارم. همیشه سربلند و سرافراز باشید، خانه آباد باشید. از یکایک شما خواهش میکنم که تکمه لایک را پخش کنید، یعنی پسند کنید، نظر نویسید. هر نظر ملاحظه های شما به این نوبت گرفته خواهد شد. خواهش میکنم لینک نوار را، یعنی پیوند نوار را به دیگران، به دوستانتان بفرستید، در شبکه‌های اجتماعی پهن کنید. همچنین آبونه شدن را فراموش نکنید. تماشابینان عزیز، این بود برنامه امروزه ما، یعنی برنامه خودتان، برنامه‌ای که در اینجا فقط ما باید حرفای شما رو میشنیدیم و کوشش کنید که من بعد جرأت و جسارت در سخنرانی را بیشتر کنید. این میدان شما است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.